نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. در برنامه امروز عنوان جالبی داریم: جواب قرآنی به صیغه زاده یزدانی. یزدانی به یاد دارید یکی از صیغه زاده های شبکه ولایت. البته صیغه زاده میگیم، به بعضیاشون بر میخوره. بابا جان امام جعفر صادق میگه هر کسی که صیغه میکنه و بعد از صیغه کردن میره غسل میکنه، یعنی آبتنی میکنه، از هر قطره آبی که از بدنش میچکه یک ملک، البته اینو دروغ بستن به امام جعفر صادق، یک فرشته ای ایجاد میشه که تا روز قیامت برای اون طلب استغفار میکنه. بس خوشحال باشید از اینکه بهتون میگیم صیغه زاده. این صیغه زاده ای که اصلا از غزنی است، از افغانستان، و به خاطر همین توهین و اهانت هایی که با بی‌حیایی به صحابه و با امهات المؤمنین کرده، عزیز دل قزوینی است. قزوینی هم که یادتون میاد چه بلایی سرش آوردیم در شبکه وصال که تا آخرش شبکه‌ش هم بسته شد و خلاصه اون کمک هایی هم که از سازمان تبلیغات اسلامی بهش میشد قطع شد و مجبور شد که بره شبکه ولایت رو ترک بکنه. به هر صورت یک دروغی گفته بود که در مورد امام بخاری که داستانش و دوستانی که همراه بودن با ما در شبکه وصال حق میدونن که امام ذهبی امام بخاری رو تضعیف کرده و مون دیگه تو همین دروغ. این دروغ شد بلای جانش. خلاصه یکی رو خدا میزنه، قزوینی رو امام بخاری زد. دوستان عزیز، در برنامه‌های 10-15 سال قبل من به این یزدانی میگفتم گوساله قزوینی. خب 15 سال شاید تقریبا گذشته از شروع برنامه روزی که کلیپ های این آخوندک رو پخش میکردیم و این گوساله تا هنوز گاو نشده. هنوز هم همون گوساله‌ای که هست. ما تا اونا این روشمون بوده همیشه، شبکه‌های اهل سنت، نور، کلمه، وصال و بقیه شبکه‌ها، که تا اونها توهین نکنن ما بهشون جواب نمیدیم. موقعی که توهین میکنن، اهانت میکنن به اصحاب و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، منتظر جواب دندان شکن اهل سنت باشن. اینا که جرئت نداشتن در قدیم هم با ما مناظره و بحث و گفتگو بکنن، همیشه فرار میکردن و از صدها کلیپی که ازشون پخش کردیم نه خودش نه استادش یکیش هم جواب نداد. اخیراً یک کلیپ جدیدی از ایشون پخش شده که گویا جواب دندان شکن داده به جناب حضرت مفتی محمد تقی عثمانی، یکی از علمای بزرگوار اهل سنت در بلوچستان ایران. در این برنامه تصمیم گرفتیم که این کلیپ رو پخش بکنیم و به یاوه‌سرایی ها و نشخوارهای این آخوندک صیغه زاده پاسخ بدیم و انشاءالله سعی میکنیم بیشتر پاسخهای ما پاسخهای قرآنی باشه. همونطوری که از عنوان برنامه آشکار است، جواب قرآنی میدیم، چون این طایفه همونطوری که بارها ثابت کردیم
دورترین انسانها از قرآن کریم و از کلام الله هستند. همیشه در پی هوا و هوس و روششون در برنامه‌هاشون تلبیس، دروغ و خیانت هست. مانند جد بزرگشون عبدالله ابن سبع یهودی که مؤسس این فرقه و این گروه هست، اینا هم اون راه و روش رو گرفتن، با دروغگویی و با تلبیس و با خیانت و با توهین و اهانت میخوان که آبروی نداشته‌ای برای خودشون کسب بکنن. اما در برنامه امروز ما برمیگردیم به همون روش سابق، یک کلیپی از ایشون پخش میکنیم و در این برنامه انشالله این کلیپ رو پاسخ خواهیم داد و در لحظات پایانی برنامه انشالله اگر فرصتی باقی ماند تماس‌های شما عزیزان رو هم خواهیم داشت. اول بذارید کلیپی که پخش کرده رو من خدمت شما عزیزان در اینجا بگذارم، با همین کلیپ رو ببینیم و بعد از اون انشالله مفصل در موردش صحبت میکنیم. منتها اونا فرق دارن با بقیه امت. همین که اشتباه صورت میگیره فوراً متوجه میشن، فوراً توبه میکنن. ایشون مفتی 2-3 ثانیه دقیقاً، یعنی 5 ثانیه از سخنان ایشون رو پخش میکنه که صحابه با بقیه امت فرق دارن، همین که گناه میکنن توبه میکنن. الان این از بس که اینا بی بضاعتن، از بس که اینا بدبختن، از بس که اینا خدا زدن، 5 ثانیه از یک درس تفسیر قرآن کریم جناب مفتی رو گرفتن پخش کردن، بعد از اون شروع کرده برای خود موضوعی ندارن، برنامه‌ای ندارن، حالا چطور دنبال یک بهانه‌ای بگردن که به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین بکنن. کارشون شده توهین به اصحاب پیامبر، چون جد اینها عبدالله ابن سبع یهودی، جد فکریشون، اولین کسی بود که طعن و لعن به صحابه رو آغاز کرد و این عقیده و دین و مذهب اینها شده تا امروز. دنبال یک بهانه‌ای میگردن، اگر چیزی پیدا نکردن دست میزنن به چی؟ به دروغگویی و تلبیس و خیانت. بعد ببینید که چی میگه. مفتی یک به هر حال مرکز علمی هست و حرفاش اینجوری بدون اساس، بدون سند، بدون مدرک. یه دلیلی براش بیار، یک آیه از قرآن کریم که مثلا صحابه تا گناه میکنن، از این گناه میکنن، از این استغفرالله میگن، توبه میکنن. خب دوستان عزیز، انقدر این آدم بی حیاست. حالا این کلیپ خودش اگر کات کرده، خب دیگه چی بگیم دیگه؟ از صیغه زاده‌ای مثل این توقعی بیشتر از این نمیشه داشت. اگر خودش این کارو کرده یا هر کسی دیگری براش این کارو کرده، اصلا این کلیپ از درس تفسیر قرآن جناب مولاناست، از درس تفسیر است. میگه برای این حرفش یک آیه، یک دلیلی، یک حرفی. درس هم درس طولانی است، یعنی درس‌های تفسیر در حوزه علمی زاهدان میدونید که دیگه 1 ساعت و 1.5 ساعت و بعضا 2 ساعت طول میکشه و دورای فشرده مثلا شاید 2 ساعت 3 ساعت طول بکشه. این یک کلیپ 5 ثانیه‌ای رو از یک درس تفسیر آورده، بعد میگه دلیلی، آیه‌ای، فلانی چیزی. خب بریم ادامه این حرفا اینو بشنویم. یک آیه بیار، آیه نداری، یک حدیث بیار، یک حدیث بیار از منابع اهل سنت بیار که صحابه با ما فرق دارن، خدا اونا رو طور دیگه خلق کردن، ما یه جور خلق شدیم، خدا اونا رو یه جور دیگه خلق کردن. به محض اینکه گناه میکنن متوجه میشن و فوراً توبه میکنن. خب یک دلیلی، مستندی، مدرکی. خب همینجوری فتوا دادن درسته به نظر شما آقای مفتی بزرگوار؟ خب درست نیست واقعا. کذب و خیانت و تلبیس و اهانت و اینا درسته به نظر تو صیغه زاده؟ البته من نمیتونم این ادای آخوندی این رو درست در بیارم، خب یعنی انقدر انسان وقیح. خدمتتون از کنم حتی از صحابه، از خود صحابه بیارید که آقا یک مورد نشون بدید به ما. مثلا صحابه مثلا شراب خورده فوری توبه کرده، مثلا آقای مغیرة ابن شعبه با ام جمیل زنا میکرد بعد دوباره توبه میکرد همونجا، دارید براش؟ این نمیکرد که. قدامة ابن مظعون بدری هست، دایی حفصه همسر پیغمبر، شراب میخورد، استدلال میکرد با آیه قرآن کریم و شراب میخورد، به هر حال توبه هم کرده. خب توبهشو به ما نشون بدید. و صدها مورد دیگه. حالا من خدمتتون عرض کنم از زبان یکی از بزرگان معاصر اینها، دکتر عبدالناصر. این بزرگان معاصر موضوعش جالبه، انشاءالله در مورد اینم صحبت میکنیم. تا همین جا رو شما داشته باشید
این توهین هایی که به جناب مفتی کرد و بعد بله اینا چون والا بی برنامه‌ن، چیزی برای گفتن ندارن، موندن که چیکار بکنن. میریم اصل کلیپ رو خدمت شما عزیزان پخش میکنیم تا ببینیم که اصل قضیه چی است. کلیپ این است دوستان عزیز. جلوی جناب مفتی میبینید اینجا قرآن کریم است، درس تفسیر قرآن است و سوره ممتحنه است، از آیات 1 تا 6 رو دارن ایشون تفسیر میکنن و اصل موضوع درس هم چون سوره ممتحنه آیاتش تقریبا مسئله ولا و برا، دوستی با مشرکین و کفار هست، اولوهاش این مسائل موضوع درس هست. ببینید انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على النبي يسر لي سوره ممتحنه سوره‌ای که در مدینه نازل شده، توش 2 رکوع هست. در این سوره الله تعالی مسلمانان را برحذر داشته از دوستی و صمیمیت با کفار. هرچند منافعی فوایدی در نظر باشد ولی دوستی قلبی هرگز برای یک مسلمان جایز نیست که نسبت به کافری داشته باشه. روابط هایی که با غیر مسلمان می شود عبارتند از یک مواسات، مدارات و معاملات. خلاصه ایشون داره موضوع این سوره رو داره در موردش صحبت میکنه که مسئله دوستی و مودت با کفار هست و اولوهاش این موضوعات در این سوره بحث شده و شأن نزول این آیات هم آیات 1 تا 6 در مورد یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. من داستانش رو خیلی مختصر خدمتون بیان میکنم. حاطب ابن ابی بلتعس، صحابی جلیل از اصحاب بدر، از یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم، اصلش از فکر کنم از یمن است. چون در اون دوره میدونید نظام قبیله‌ای بود و در مکه پشت و پناهی نداشت، خانواده‌اش در اونجا بودن، هنوز هجرت نکرده بودن، فرزندانش همه اونجا بودن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یکی از غزوات آمادگی میگیرن برای حمله به فکر کنم در مورد قضیه فتح مکه است، قبل از فتح مکه است. به هر صورت موضوع پنهانی است، کسی خبر نداره، اما بعضی از صحابه درک کردن از فوش و ذکاوتشون که یک برنامه‌ای دارن رسول الله برای آمادگیری دارن برای یک جنگی. ایشون اومد گفت که بیا کاری بکنم، الان زن و بچه‌م خانواده‌ام اونجا هستن در مکه، بیا کاری بکنم که یک کمی از اون فشارهایی که روی اینا هست در مکه کم بشه. نامه‌ای نوشت برای ابو سفیان و در اون نامه گفت که والا فکر می‌کنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم داره آمادگی میگیره برای حمله و این نامه رو توسط یک خانومی اونو اجیر کرد و خلاصه فرستاد. بعداً پشیمون شد از این کاری که انجام داده بود. المهم این نامه فرستاده شد و توسط وحی به رسول الله صلی الله علیه و سلم اطلاع داده شد. ایشون چند نفر از صحابه رو فرستادن و این خانم رو در بین راه دستگیر کردن و نامه رو در نزد او یافتن و خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم آوردن. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در اونجا بود یا دیگر صحابه گفت که اجازه بده یا رسول الله که گردن این کافر منافق رو بزنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردن چون میدونستن حاطب از ارتداد و از کفر و از باب خیانت به رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار نکرده. اجتهاد اشتباهی بوده انجام داده. بعدش هم گفتن که تو چی میدانی؟ او از اهل بدر است و الله سبحانه و تعالی در مورد اهل بدر گفته که افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، هر کاری که میخواید بکنید شما رو من بخشیدم. به خاطر چی بخشید؟ نه اینکه شما برید هر
زنا بکنید، شراب بخورید. یعنی عموما چون اهل بدر از بهترین یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، این یک مدالی بود برای اونها که الله متعال میدانست با علمش که اینها اهل فسق و فجور و فساد و کفر و ارتداد و نفاق نیستن، به خاطر همون از اونها اعلان رضایت کرده بود. بعد دقیقاً در دقیقه 12 من خدمتشون بیارم، چون سخنرانی طولانی است، حدود 1 ساعت است. در دقیقه 12 همین داستان رو جناب مفتی در اینجا بیان میکنه. اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. حضرت رسول آمده میگن ولی اونایی که دانا بودند مقداری متوجه شدند، ایده با فراست، ایده از گوشه به کنار، که ظاهرا این جنگ، این آمادگی برای غیر عادیه، برای فتح مکه داره میشه. رسول الله صلی الله علیه و آله یه طرف راز را نگاه داشت، مسلمان باید راز را نگاه داره، دعا هم کرد، یا الله تا قبل از فتح مکه، تا ما به مکه نرسیدیم کسی مطلع نشود، خذ الاخبار عن اهل مکه، دعا کرد مکه ها متوجه نشوند. طرف آمادگی بود و خیلی هم خوب منظم، ولی کجا میره؟ کی را قصد داره در این جهاد؟ این را بعضی ها اینجوری حدس و گمان زدن، من جمله یکی حاتب ابن ابی بلتعه بود. حاتب ابن ابی بلتعه صحابی رسول الله، اهل یمن بود، هجرت کرده بود به مکه مکرمه. شدید موضوع این سخنرانی داستان صحابی است که مرتکب یک گناه عظیمی در مورد سر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میشه. بعد در دقیقه 17 تقریبا از اینجا موضوع عدم عصمت صحابه رو بیان میکنه و این خبیث صیغه زاده اینا رو اصلا، یعنی میگه چطور داره فتوا میده که صحابه اینطوری اونطوری، هدفش طعن در صحابه است و این جهال احمق فکر کردن که دنیا جنگل آمازون همش دیگه، کسی نیست که کلیپ و دروغ و اینا رو پاسخ بده. خلاصه من تشکر میکنم، یک از عزیزان همکاری کردن و این کلیپ رو مراجعه کردن، دقیقا نکاتش رو یادداشت کردن. در اینجا در مورد معصوم نبودن صحابه و اینکه صحابه امکان داره مرتکب گناه بشن، حتی مرتکب گناه کبیره هم بشن، در اینجا ذکر میکنه. و اگر اونجا جهادی، جنگی، صورتی درگیری صورت بگیره، حداقل احسان مرا یاد کنن، به خانواده من تعرض نکنن. یقینم داشت که اگر واقعا فتحی است الله تعالی کارش میکنه و این از نظر به هر حال اشتباه بود. و صحابه ما معتقدیم که معصوم نیستن ولی مغفور لهم، مرضی عنهم. یعنی چی؟ یعنی الله اونها را بخشید. یعنی معتقدیم که صحابه معصوم نیستند. همین جمله کافیه که همه این بی برنامه های صیغه زاده رو خراب بکنه. همین جمله. بابا این عقیده کل اهل سنت است. ما اعتقاد داریم که صحابه معصوم از گناه نیستند، اما ما در ضمنش اعتقاد به عدالت صحابه داریم. یعنی چی؟ یعنی اینها اصحاب مؤمن رسول الله صلی الله علیه و سلم منافق نیستند، به رسول الله صلی الله علیه و سلم عمدن دروغ نمیبندند، کفر نمیورزند، شرک نمیورزند، اعمالی که مخالف اعتقاد توحید و یکتاپرستی باشه انجام نمیدند، اما معصوم نیستند. برعکس شیعه که اعتقاد داره ائمه معصوم هستند و این معصومیت، اعتقاد به عصمت ائمه سبب میشه که ائمه هیچ گونه فضیلتی نداشته باشن. مثلا ما میگیم ملائکه معصوم هستند، معصوم از گناه. خداوند اونها رو بلا تشبیه مانند ربات‌های آفریده طوری پروگرام کرده که اونها فقط اعمال صالح انجام میدن. لا یعصون الله، نافرمانی الله را نمیکنن، و یفعلون ما یؤمرون، و چیزی که به اونها امر میشه انجام میدن. فضیلتی هست این برای ملائکه؟ نه، فضیلت نیست. خلقتشون اینطوری است. ائمه را میگن خلقتشون اینطوری است که اینا عصمت دارن، عصمت تکوینی دارن، در وجودشون، در خلقتشون عصمت هست. پس این فضیلتی برای اونها نیست. یک انسانی که هوای نفس داره مانند صحابه، اما ایمانش و تقواش و پرهیزگاریش سبب میشه که جلوی گناه و معصیت رو بگیره، و یا اگر گناه و معصیت کرد توبه بکنه به درگاه الله، این فضیلتش خیلی بیشتر از اون
امامان معصومی است که اینها اعتقاد دارن. حتی عصمت کامل نسبت به انبیا نیست. عصمت انبیا در تبلیغ رسالت است و عصمتشون در ارتکاب گناه کبیره است، اما گاهی اوقات از اونها اشتباه سر میزنه. آدم علیه السلام مگر اشتباه در آنچه که نافرمانی از الله سبحانه و تعالی بود نکرد؟ و حتی در مورد همه پیامبران تا رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما فرقشون با بقیه انسان‌ها این است که همان لحظه از طریق وحی مباشرتاً، همان لحظه آنلاین اشتباهشون تصحیح میشه. عبس و تولا، وقتی پیامبر روی گرداند همون لحظه وحی اومد، چرا رو گرداندی؟ وقتی که پیامبر بخشید کسانی رو که تخلف کردن، عفا الله عنک لما غفرت لهم، خدا از تو رو ببخشه، تو چرا اونها رو اجازه دادی؟ چرا از اونها گذشتی؟ و هر جایی که اگر کوچکترین اشتباهی صورت میگرفت الله متعال تصحیح میکرد. این فرق عصمت انبیا هست و بین کسانی که معصوم نیستن. کلا در این مورد ایشون داره صحبت میکنه. ولی انسانم، پیغمبر نیستن. مثلا گاهی اتفاقی پیش میاد، گاهی اشتباهی واقع میشه از اونا، اونا فرق دارن با بقیه امت. همین که اشتباه صورت میگیره فوراً متوجه میشن، فوراً توبه میکنن، فوراً برمیگردن، فوراً انابت میکنن، ادامه نمیدن. و در زندگی صحابه کرام یاد این مثلا. اینجا همون قسمتی است که 5 ثانیه‌اش رو جدا کرده بودن که فرقشون با بقیه امت این است که اگر گناه بکنن فوراً برمیگردن. اشتباهی شده شخصی، سیاسی، فردی و الی آخره، فوری برگشتن، فوری متوجه شدن. اینجا این نامه را به این زن داد که این را ببر، خب فوری برو که کسی متوجه نشه. بله. به هر صورت این موضوع قضیه دوستی، عدم دوستی با کفار است و قضیه داستان حاتب بن ابی بلتعه رو بیان میکنه و اینکه صحابه معصوم نیستن، مرتکب خطا، گناه و اشتباه میشند. بعد اگر دوباره برگردیم به کلیپ سابق، فرق دارن با بقیه امت. همین که اشتباه صورت میگیره فوراً متوجه میشن، فوراً توبه میکنن. ایشون مفتی هست، مفتی یک برحال مرکز علمی هست و حرفاش اینجوری بدون اساس، بدون سند، بدون مدرک. یک آیه از قرآن کریم که مثلا صحابه تا گناه میکنن، از این گناه میکنن، از این استغفرالله میگن، توبه میکنن. خب یک آیه بیار. آیه نداره، یک حدیث بیار. یک حدیث بیار از منابع اهل سنت بیار که صحابه با ما فرق دارن، خدا اونا رو طور دیگه خلق کردن. ما یه جور خلق شدیم، خدا اونا رو یه جور دیگه خلق کردن. به محض اینکه گناه میکنن متوجه میشن و فوراً توبه میکنن. خب یک دلیلی، مستندی، مدرکی، خب همینجوری فتوا دادن درسته به نظر شما آقای مفتی بزرگوار؟ الان من عرض کردم خدمت شما اینا جاهلترین انسان‌ها به قرآن کریم هستند و ما از قرآن کریم انشاءالله برای شما ثابت خواهیم کرد که بله آنچه که جناب مفتی در اونجا بیان میکنن کاملا درست است و حرف قرآنی است و این شهادت الله سبحانه و تعالی در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. بابا جان من بارها گفتم بعضی مثلا شما یک فرزندان ولله مثل الاعلی، گاهی اوقات شما مثلا فرزندانی دارید، فرزندانتون در بینشون یکیش نازدانه است، هر کاری میکنه پدر و مادر چیزی بهش نمیگه، گرچه کار خوبی نیست یعنی فرزندان اینطوری مثلا باشن، اما بعضی انسان‌های ویژه‌ای هستن در پیش پدر و مادر، حتی در محل کار گاهی اوقات مرتکب اشتباه میشن به خاطر مکانتشون، به خاطر خدماتشون، صاحب کار چیزی بهشون نمیگه. برعکس یک انسان عادی اگر همچین اشتباهی رو انجام بده زود توبیخش میکنن. ما در جامعه داریم انسان‌های ویژه، انسان‌های خاصی هستن که به خاطر جایگاهشون در جامعه اگر گاهی اوقات یک مورد اشتباهی ازشون سر بزنه جامعه اونا رو بازخواست نمیکنه، حکومت‌ها بازخواست نمیکنه. رغم انف شما هم صحابه بنده های نازدانه الله هستن. بابا جان بنده نازدانه، خدا میگه که من از اینا راضیم، رضی الله عنهم، من از اونها راضیم، الله راضی، صحابه راضی. تو سرتو برو بزن به دیوار حوزه علمی قوم ناراضی. یعنی من تعجب میکنم اینا با خدا هم درگیرن، با پیغمبر هم درگیرن. خدا چرا از اینها راضیه؟
پیغمبر چرا از اینها راضیه؟ بابا راضیه. این ویژگی و صفتشون رو الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم بیان کرده. الله متعال از اینها راضیه. بنده های نازدانه و دردانه الله متعال هستن. به خاطر چی؟ به خاطر قیافه‌هاشون نبوده، به خاطر قد و بالاشون نبوده، به خاطر آنچه که در دلهایشان بوده. فعلم ما فی قلوبهم. حالا روی این آیات من میام. الله میگه ما دانستیم آنچه در قلبهایشان هست. دانست الله متعال آنچه در قلبهای اینا از ایمان و تقوا هست. به خاطر همون میگه ما ازش راضیم، ما از اونا راضیم. اینا برادران ناراضی، اینا میگن ما راضی نیستیم. بله، اولین آیه‌ای که در تایید سخنان جناب مفتی من از قرآن کریم میگه یک آیه‌ای بیارید، یک دلیلی بیارید از قرآن. بله، در سوره اعراف آیه 201 الله سبحانه و تعالی میفرماید در اینجا، دوستان عزیز این آیه رو نشون میدین: این الذین اتقوا، کسانی که متقی شدن. آیا متقی تر از صحابه کسی وجود داره؟ همه آیاتی که در قرآن کریم میگه یا ایها الذین آمنو، مصداقش کی است؟ این صیغه زاده، استاد دروگوش، حوزه علمیه، من، شما، این، اون؟ نه. هر جایی که میگه ای مؤمنان، این آیه مستقیما صحابه رو داره خطاب میکنه. ای مؤمنان، ای متقیان. مصداق‌های یا ایها الذین آمنو در هر جای قرآن شما ببینید صحابه هستن. یک نفر پیدا بشه در جهان بگه که نه صحابه نیستن. مثلا امروز اگر خامنه‌ای یا که رهبران، پزشکیان، هر کسی تو ایران بگه ای ملت بزرگ ایران، منظور کیه؟ منظور کدوم ملت بزرگ ایرانه؟ همین ملت بزرگ ایران که الان دارن در ایران زندگی میکنن، یا اونایی که 100 سال پیش زندگی میکردن، یا اونایی که 50 سال پیش زندگی میکردن، یا اونایی که 100 سال بعد میان؟ خب هر انسان عاقلی میگه که وقتی که یک رهبری، یک مسئولی امروز میگه ای ملت بزرگ ایران، منظورش همینایین که امروزه دارن در اونجا زندگی میکنن، نه اونایی که 100 سال پیش یا 100 سال بعد میان. الله متعال میگه این الذین اتقوا، انسانهای متقی کیا هستن؟ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اگر گاهی اوقات یک وسوسه ای از شیطان به اونها دست میده، مرتکب گناهی میشن، مرتکب معصیتی میشن، چی میشه؟ به یاد خدا میافتند و الله سبحانه و تعالی رو یاد میکنن. پس ناگهان بینا میشن، مرتکب اشتباه شدن، توبه میکنن، برمیگردن. این صفت انسانهای متقی است، این صفت صحابه است. آیه بعد در سوره نساء آیه 17 است. الله سبحانه و تعالی میفرماید که انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. پذیرش توبه از جانب الله سبحانه و تعالی برای کی است؟ برای کسی است که از روی جهالت یا نادانی عملی رو انجام میده، کار بدی رو انجام میده، سپس به زودی توبه میکنه. الله متعال میفرمه اینها کسانی هستند که الله توبهشان را میپذیرد و الله دانای حکیم است. یک آیه بیارید، یک حدیثی بیارید، یک روایتی بیارید، الله آیت قرآن رو براتون میاریم. و عملا در حیات صحابه چه توبه کرده باشن چه توبه نکرده باشن، الله سبحانه و تعالی اونها رو بخشیده. سبحان الله، این برای هیچ بشری نیست. اشتباه کردن، الله متعال بعد از اشتباه اونها رو بخشیده. در هیچ جای ما روایت نداریم که تک تک صحابه اومدن از اون اشتباه
توبه کرده باشن. اما الله متعال اشتباهشون رو بهشون گوشزد کرد، اونا رو متوجه کرد، بعد از اون گفت که من تو رو بخشیدم. رغم انف شما سرتون رو بزنید به دیوارای قم، میگه که من اونها رو بخشیدم. شما دوست داشته باشید دوست نداشته باشید، الله متعال میگه که من اونها رو بخشیدم. یک نمونهش رو خدمت شما عزیزان همین الان از قرآن کریم نشون میدم. الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیه 117 چی میگه؟ لقد طاب الله عن النبي والمهاجرين والانصار. الله سبحانه و تعالی توبه رو، رحمتش رو شامل آل کی کرد؟ پیامبر و مهاجرین و انصار. مهاجرین و انصار کی هستن؟ صحابه هستن که از مکه اجرت کردن، مهاجرینن. انصار کی هستن؟ صحابه‌ای که در مدینه بودن انصار هستن. اینها چیکار کردن که الله سبحانه و تعالی گناه کرده نکرده اینها رو بخشیده، توبهشون رو پیش از پیش قبول کرده؟ گاهی اوقات میگن قبل از اینکه تو دعا بکنی الله میگه آمین. اینا وضعیتشون اینطوریه. میگه که الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحیم. سبحان الله. یک وصفی، یک وضعیتی که فقط شامل آل اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم میشه. چی میگه؟ الله رحمتش رو شامل حال پیامبر و مهاجرین و انصار کرده. چرا؟ چون که در زمان سختی از پیامبر پیروی کردن، از الله پیروی کردن، در کنار پیامبر وایستادن، از پیامبر دفاع کردن. بعد از اینکه نزدیک بود دلهای گروهی از آنها منحرف شود از حق، انسان بودن، گاهی اوقات انقدر فشار می اومد روشون که وضعشون دگرگون می شد. در قضیه خندق الله متعال چقدر زیبا بیان میکنه و بلغت القلوب الحناجر، قلبهایشان به گلوگاه رسیده بود. این وضعیت رو الله متعال به نمایش میگذاره که انقدر اینها در دشواری قرار داشتن. از پایین هرچه کفار مکه و اطراف مکه و قبایل بودن جمع شده بودن، از بالا یهود خیانت کرده بودن، وسط یک منگنه مانندی قرار گرفته بودن. صحابه هیچ کاری نمیتونستن بکنن، حرکت تکون میخوردن، از بالا یهود میزد، از پایین مشرکین میزد. الله متعال این صحنه رو میگه و بلغت القلوب الحناجر، قلبها به گروگاه ها رسیده بود. این وضعیت سخت رو صحابه در اونجا تحمل کردن. بله بعضیاشون متزلزل شدن، بعضیاشون میگن، حتی در قرآن کریم بیان میکنه و یقول رسول والذین آمنوا متى نصر الله، میگفتن که پیروزی خدا پس کی میاد؟ کی ما پیروز میشیم؟ الله به ما وعده داده بود که شما رو پیروز میکنیم، پس این پیروزی الله کی داره میاد؟ در اونجا الله متعال میگه سپس توبه آنها را پذیرفت، ثم تاب علیهم، توبه آنها را پذیرفت. از این امتحان هم سربلند بیرون آمدن. این الله رؤوف و مهربان میگه انه بهم رؤوف رحیم. این الله به این صحابه چی است؟ رؤوف و مهربان است. اون کسی رو که خداوند قلبشو قلب رافضه‌گری کرده باشه، قلب یهودیگری کرده باشه، در قلبش نفاق و کینه و لجنزاری از حقد و کینه نسبت به اسلام و به پیامبر و به قرآن و به صحابه باشه، دیگه 100 تا از این آیه هم براش بیاری، انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم الله علی قلوبهم. الله بر قلب‌های اینها مهر گذاشته. صحابه اومدن با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیعت کردن. الله سبحانه و تعالی بعد از بیعتشون یکی دوتا که نبودن، هزاران صحابه بودن. الله متعال چی میگه؟ دوستان نشون بدن. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. الله متعال از مؤمنینی که در زیر درخت در بیعت الرضوان در حدیبیه با تو بیعت کردن ای پیامبر، الله از اونها راضی است. سبحان الله. رضایت صفت الله، رضایت الله مثل رضایت من و تو نیست که.
امروز راضی باشیم فردا ناراضی. الله متعال با علمش راضی میشه از کسی. به خاطر همین بعد از اون جواب دندان شکنی به یاوه سرایان رافضی میده که فعلم ما فی قلوبهم. الله دانست که در قلبهای اینها چی است. در قلباشون ایمان است، تقواست، محبت الله و رسول است. شاید گناه بکنن، شاید فسق و فجوری هم ازشون سر بزنه، چون که معصوم نیستن، انسانند، اما در قلبشون محبت الله و رسول است. فعلم ما فی قلوبهم، دانست که در قلبهای اینها ایمان است، تقواست، پرهیزگاری است. فانزل السکینة علیهم، پس آرامش را بر آنها نازل کرد. و اثابهم فتحا قریبا، به زودی برای آنها فتح مبینی را، نزدیکی را میسر کرد که فتح المبین بود، فتح مکه بود. اینا کیا هند؟ اینا آخوندهای حوزه علمی قم بودن که الله بهشون میگه که لقد رضی الله عنهم، الله از اونها راضی شد. اینها اصحاب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بودن، اما این قوم جاهل وقتی قرآن را نمیفهمند، آیات الهی را نمیدانند، چیکار میشه کرد براشون؟ به خاطر همین صحابه چی میگفتن دوستان عزیز؟ الله متعال از زبان صحابه بیان میکنه در سوره آل عمران آیه 193: ربنا، پروردگار ما، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگارا ما شنیدیم که یک نفری داره صدا میزنه برای ایمان، مردم رو دعوت میکنه به سوی توحید. کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پس ما چه کار کردیم؟ ان آمنوا بربکم، این پیامبر دعوت میکنه که ایمان بیاورید به الله. فآمنا، ما ایمان آوردیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ای پروردگار ما گناهان ما را ببخش. و کفر عنا سیئاتنا، و بپوشان و ببخش بدیهای ما را. و توفنا مع الابرار، ما را با انسانهای نیک بمیران. ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا یوم القیامه، ای الله، ای پروردگار ما، به ما همان چیزهایی رو که به پیامبر صلی الله علیه و سلم وعده کردی اون رو به ما هم عطا بکن و ما را در روز قیامت رسوا نگردان. انک لا تخلف المیعاد، به درستی که الله خلاف وعده نمی کند. این دعای کی است؟ این دعای صحابه است، این دعای انسانهای مؤمنی است که برای الله سبحانه و تعالی دعا می کردن. الله متعال در جواب چی میگه؟ میگه نه، برید شما، من شما رو نمی بخشم. مثل که اینا میخوان. آیه بعدی دوستان نشون بدن. فاستجاب لهم ربهم، الله متعال دعایشان را اجابت کرد. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، من، یعنی الله سبحانه و تعالی، یک عمل کننده ای از شما، چه مرد باشه چه زن باشه، اون رو چیکار میکنم؟ ضایع نمی کنم. فالذین هاجروا، کسانی که هجرت کردن، و اخرجوا من دیارهم، از مکه اخراج شدن. اینا کیا بودن؟ صحابه پیامبر بودن. و اوذوا فی سبیلی، در راه الله سبحانه و تعالی مشقت دیدن، سختی دیدن، شکنجه دیدن. و قاتلوا و قتلوا، جنگیدن، کشته شدن و کشتن. لأکفرن عنهم سیئاتهم، به خاطر این اعمال نیکی که انجام دادن ما اثر تقصیراتشان میگذریم. ولأدخلنهم جنات تجری من تحت الانهار، رغم انف شما، به کوری چشم شما، اونها رو به جنتی داخل میکنیم که از فرودست آنها نهرها جاری است. ثوابا من عند الله، پاداشی از جانب الله. والله عنده حسن الثواب، و الله سبحانه و تعالی در نزدش نیکوترین پاداش هاست. کی بودن اینا که الله سبحانه و تعالی فاستجاب لهم، دعای اونا را اجابت کرد؟ مگر اینا صحابه نبودن؟ مگر اینا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نبودن؟
همین صحابه رو الله سبحانه و تعالی پاکشون میکنه. اونها میگن که انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این عصمت از پاکیست برای اهل بیت. الله متعال عین همین چیز رو در مورد صحابه هم نازل کرده. روزی که در وقت بدر الله سبحانه و تعالی در سوره انفال آیه 11 و قبل از اون در آیات دیگری هم از اینجا شروع میشه قضیه. اصلا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنین واقعی کسانی هستند وقتی آیات الهی رو میشن دلهایشان به لرزه در میاد. اینها کیا بودن؟ و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. وقتی آیات الهی بر آنها خوانده میشه ایمانشان افزون میشه و بر پروردگارشان توکل میکنن. اینا صفت کی است؟ اینا صفت صحابه است. صحابه رو در قرآن تعریف میکنه در اینجا. الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. نماز رو برپا داشتن، در راه الله انفاق کردن. اولئک هم المؤمنون حقا. اینها مؤمنین واقعی هستند. لهم درجات عند ربهم و مغفرة و رزق کریم. درجات آنها در نزد الله سبحانه و تعالی است و برای آنها رزق نیکویی است در نزد الله سبحانه و تعالی. بعد از اون در اینجا قضیه بدر ذکر میشه که پیامبر خارج میشن کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون. تو وقتی که به خاطر غزوه بدر از خانه خارج شدی بعضی از مؤمنین خوششون نمی اومد این خروج، چون مؤمنین در اونجا چون قضیه اصلا خروج برای بدر به خاطر کاروان بود. بعضی میگفتن نه ما دلمون میخواد بریم با اونا بجنگیم، ما برای غنیمت نمیخوایم بریم اونجا غنیمت بگیریم، کاروان رو بگیریم. به هر صورت بعد از اون ادعیدکم الله و احدى الطائفتین که الله سبحانه و تعالی به شما وعده کرد یا جنگ با لشکر اونها خواهد شد یا کاروانشون به غنیمت. و کاروانی هم که به غنیمت گرفته شد مالهای خود مسلمان ها بود که اونا به تاراج برده بودن، رفته بودن باش تجارت کرده بودن. تا میایم در صفحه بعدی که الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه که استستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم ب1000 من الملائکه مردفین. بعد که الله سبحانه و تعالی میگه که دعای شما را اجابت کرد و 1000 فرشته‌ای که آماده برای جنگ بودن برای شما فرستاد به کمک شما و این رو بشارتی برای شما قرار داد. بعد از اون در آیه 11 چی میگه؟ اذ یغشیکم النعاس امنة منه. وقتی که شما را یک خواب سبکی برگرفت. میگن وقتی که صحابه در جنگ بدر 313 نفر که بودن آماده شده بودن برای جنگ و مشرکین هم در مقابلشون قرار داشتن، برای یک چند ثانیه اینها رو یک خواب سبکی برد. نعاس در عربی به چرت زدن میگن، کسی که همینطور در حالت خواب آلودگی باشه. بعضیا رو دید یک جلسه نشستن خواستن برنامه دینی باشه خوابشون میاد. این یک حالت خواب آلودگی. اینا یک حالت خواب آلودگی برای صحابه در اونجا از طرف الله سبحانه و تعالی دست داد. این خواب آلودگی سبب شد که وقتی که بیدار شدن دوباره هوشیار شدن یک قوت عجیبی در خودشون حس کردن. امانة منه، این از جانب الله سبحانه و تعالی بود. و ینزل علیکم من السماء ماء، در همون لحظه میگن یک باران خفیفی هم سبکی هم از آسمان باریدن گرفت. این چرت زدن و خواب بردن و این باران سبک یک نیروی به اینها بخشید. چی میگه؟ و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به، و الله سبحانه و تعالی از آسمان برای شما آبی رو نازل کرد که شما را پاک بکنه به وسیله اون. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا در سوره احزاب که دلیل میارن برای اسمت پاکیه و اسمت اهل بیت. عین همون و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به، شما را پاک بکنه. و یذهب عنکم رجس الشیطان و لیربط علی قلوبکم، این پلیدی های شیطان را از شما دور بکنه.
قلب‌های شما را استوار بگردانه و یثبت به الاقدام و گام‌های شما را استوار و پایدار بگردانه. اگر ما هم بر اساس هوا و هوس بخوایم حرف بزنیم، خب میایم همین آیه رو میگیم خداوند 313 نفر از صحابه رو معصوم قرار داده که در بینش ابوبکر و عمر هم هست. اما ما بر اساس هوا و هوس قرآن رو ترجمه و تفسیر نمی کنیم. حالا آیات دیگری رو براتون میاریم که الله سبحانه و تعالی حتی بدون اینکه اونها توبه بکنن اونها رو بخشیده. رغم انف شما بخشیده. بابا بخشیده یعنی میگه که من بخشیدمشون. گناه کردن اوکی مشکل نیست، گناه کردن من بخشیدمشون. تو بخوای نخوای رغم انف تو بخشیده. یکیش نمونش این است. در روز حنین صحابه فرار کردن. بله فرار کردن. در روز حنین صحابه از صحنه جنگ وقتی که دشمن حمله کرد فرار کردند و فرار از صحنه جنگ یکی از گناهان کبیر است. از جمله 7 گناه بزرگ و نابخشودنی برای بقیه انسان‌ها یکیش این است که در صحنه جنگ فرار بکنه. الله متعال این رو در اینجا بیان میکنه برای ما که الله اینا رو چی میگه. لقد نصركم الله في مواطن كثير. الله سبحانه و تعالی شما رو در جاهای زیادی پیروز کرد. و یوم حنین، حتی در روز حنین، در روز غزوه، اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. شما رو فکر میکردید شما زیاد هستید پیروز میشید، اما اون زیادی شما، اون فراوانی شما به درتون نخورد. و ضاقت علیکم الارض بما رحبت. اون زمین بزرگ برای شما تنگ شد، شکست خوردید. ثم ولیتم مدبرین. بعد از اون فرار کردید از صحنه جنگ. تا همین قسمتش رو میخونن. ببینید این صحابه‌ای که اهل سنت این همه دوستشون دارن از صحنه جنگ فرار کردن. بله فرار کردن. بعد از اون الله چی میگه؟ ادامهشو بخون. ادامهشو بخون که الله چنان تو دهن شما رافضی ها میزنه. میگه که ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. بعد از اون اینا یهو فرار کردن، دست پاچه شدن، هرج و مرج رخ داد. الله سبحانه و تعالی آرامش رو بر آنها و بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل کرد. و انزل جنودا لم تروها. سربازانی رو از آسمان فرستاد که اونها نمیدیدن اونها رو. فرشته ها رو فرستاد. و عذب الذین کفروا. عذاب دادن کسانی رو که کافر شده بودن، دشمنان رو. و ذلک جزاء الکافرین. و این است جزای کی؟ کافران. خب در اینجا داره داستان رو برمی کنه. الان دیگه رافضی مونده همینطور که چی بگه؟ خب اینا فرار کردن. الله کجا اینا رو توبهشون رو پذیرفته؟ کجا اصلا بدون توبه اینها رو بخشیده؟ اینا وقتی که فرار کردن در دلشان ندامت و پشیمانی ایجاد شد. چرا ما به الله توکل نکردیم؟ چرا ما غرور بهمون دست داد؟ چرا ما به کثرتمون مغرور شدیم؟ الله قلب‌ها اینا فعلم ما فی قلوبهم. قلب‌ها اینا رو میدونست که اینها به انسان‌های مؤمن هستن. مستقیما آیه بعدی رو دوستان نشون بدن. ثم یتوب الله من بعد ذلك علی من یشاء. بعد از این الله سبحانه و تعالی میبخشد هر کدام از آنها را که بخواهد. والله غفور الرحیم. الله توبه پذیر مهربان است. الله میگه میبخشه، آخوند میگه نه نمیبخشه. در سوره سجده آیه 15 تا 17 الله سبحانه و تعالی صفات اونها رو بیان میکنه. چی میگه؟ میگه مؤمنین واقعی ها کیا هستن؟ و این رو براتون بگم که مؤمنین واقعی رو که الله سبحانه و تعالی صفتشون رو بیان میکنه،
کیا هستن مؤمنین واقعی؟ امروز مؤمنین واقعی کسایی هستن که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. در سوره بقره آیه 130 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ای صحابه، اگر اینها، یعنی کسانی که بعد از صحابه میان، مثل ایمان شما، مثل ایمان علی و ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عایشه و حفصه و ابو هریره و غیره رضی الله تعالی عنهم اجمعین ایمان بیارند، هدایت یافتند. معیار برای مؤمنین تا روز قیامت ایمان صحابه است. مثل صحابه ایمان آوردی مؤمن هستی، و الا برو پیکارت، ایمانت به درد خودت میخوره. خب بعد میگه دوستان نشون بدن انما در اینجاست انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا. این مؤمنین واقعی که با آیات ما ایمان آوردن کیا هستن؟ کسانی هستن که وقتی یاد الله میشه به سجده میفتن. و سبحوا بحمد ربهم و هم لا یستکبرون. حمد و ستایش الله رو میکنن و تکبر نمیورزن. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا. اینها وقتی که یاد الله سبحانه و تعالی میشه در دلهای شب از بسترهایشون جدا میشن و با بیم، با ترس، با امید الله سبحانه و تعالی رو میخوان و در راه الله سبحانه و تعالی انفاق میکنن. این صفت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. والله من امروز دوستان اگر این صفحه ورد من رو نشون بدن، امروز فقط آیاتی رو که من در تعریف صحابه جمع کردم بیش از 100 آیه است. دوستان نشون بدن این رو. کلش از قرآن است. یعنی 1 ساعت تقریبا گذشته من غیر از قرآن چیزی نگفتم در اینجا. کل این آیات آیات قرآن، بیش از 100 آیه سریعا همینطور با یک سرچ کوتاه 100 آیه در تعریف از صحابه پیدا کردیم. مثلا چی میگن؟ در روز احد صحابه فرار کردن. اون آخوند رافضی هست میگه که یک اصطلاح هم در مثل بز کویی فرار کردن. بله، صحابه روز احد فرار کردن. شکست خوردن، فرار کردن. دشمن اومد، فرار کردن. علی فرار نکرد؟ علی هم فرار کرد. چرا که حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم از صحنه جنگ عقب نشینی کردن. همه فرار کردن. تنها عمر و ابوبکر فرار نکردن رضی الله تعالی عنهما. حضرت علی هم فرار کردن. همه فرار کردن. در سوره آل عمران آیه 152 الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ ولقد صدقكم الله وعده. الله سبحانه و تعالی وعده خود رو با شما وفا کرد، تحقق بخشید. در شروع جنگ در احد شما پیروز شدین. اذ تحصونهم باذنه، که اونا رو داشتید همینطور میزدید. حتی اذا فشلتم، تا وقتی که چی شد؟ سست شدید. و تنازعتم، با هم دیگه درگیر شدید. چی گفتن اونایی که رو اون تپه مأموریت داشتن؟ 50 و چند نفر گفتن که یکیشون گفتن بریم، یکیشون گفتن نریم، یکی گفتن سنگرمون رو ترک بکنیم، یکی گفتن ترک نکنیم. و تنازعتم فی الامر، اون چی که بهتون امر شده بود در مورد اون اختلاف کردید. و عصیتم، نافرمانی کردید. بله، صحابه نافرمانی کردن، گناه کردن. نافرمانی کی رو کردن؟ نافرمانی پیامبر رو کردن. من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد از اینکه شما دوست داشتید پیروز بشید و الله نشون داد به شما پیروزی رو، داشتید پیروز میشدید. منکم من یرید الدنیا، بعضیاتون دنیا رو میخواستید. بله، بعضی از صحابه به دنبال غنیمت بودن. و منکم من یرید الاخره، بعضی هم نه، به دنبال آخرت بودن. ثم صرفكم عنهم، بعد از اون این بود که شما
شکست خوردید، فرار کردید. لیبتلیکم، تا شما رو مورد امتحان و آزمایش قرار بده، بهتون بفهمانه که نافرمانی بکنید وضعیتتون اینطوری میشه. تا اینجاشو میارن میگن دیدید ما گفته بودیم که این صحابه فرار کردن، این از میدان جنگ فرار کردن، اینا اینطوری بودن اونطوری بودن، پیامبر رو تنها گذاشتن. یک نفر از اونا رو بیارید که گفته باشن که ما توبه کردیم، اومده باشن نشسته باشن توبه کرده باشن. چون بعد از این که شکست خوردن پشیمان شدن، گفتن ای کاش نمی کردیم نافرمانی رو. همون لحظه پشیمان شدن. الله متعال همون لحظه میگه ولقد عفا عنکم، و الله شما را بخشید. بنده های نازدانه میگه ولقد عفا عنکم، شما را بخشید. دوستان نشون بدن، خوب زوم بکنن. ولقد عفا عنکم، الله سبحانه و تعالی شما را بخشید. والله ذو فضل علی المؤمنین، و الله سبحانه و تعالی بر مؤمنین فضل و بخشش دارد. گناه کردن، نافرمانی کردن، شکست خوردن، توبه کردن، الله هم بخشید. این نه اینکه اومده باشن تا نشسته باشن توبه کرده باشن، همین که در دلشون این پشیمانی ایجاد شد، الله متعال چرا؟ چون فعلم ما فی قلوبهم، میدانست در دلهای اینا چی میگذره. ولقد عفا عنکم، شما رو بخشید. بابا جان، الله متعال بعد از گناهشون بهشون یک شهادت نامه میده، یک دیپلمی بهشون میده، درشت نوشته روش لقد عفا عنکم، شما رو بخشیدیم. قال الله تعالی لقد عفا عنکم، شما رو بخشیدیم ای صحابه، به تک تکشون. حالا تو سرتو بزن به دیوار بگو که نه خدا نبخشیده. بخشیده. بعد از اون در همین یک بار دیگر بیارم این رو دوستان عزیز. بعد از اون داستان ها رو بیان میکنه، قضیه احد که پیامبر شما رو صدا میکرد و برای آخرت و الی آخری. در آیات بعدی وضعیت اونها رو بیان میکنه. بعد از اون میگه ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم. بعد از اون حالت شکست یک حالت دوباره همون حالتی که در بدر نازل شده بود، یک حالت خواب‌آلودگی نازل شد بر اونها. حتی بعضی از صحابه میگه که شمشیر در دستمون بود، یک حالت خواب‌آلودگی دیگه متوجه شمشیر از دستمون افتاده در اثنای جنگ. حتی میگه در اینجا بعضی از اینها چقدر بعضی از صحابه حتی یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، حتی بعضیا داشتن گمان بد میکردن در مورد الله سبحانه و تعالی. وضعیت خراب شده بود، حتی حرج و مرج رخ داده بود. یقولون هل لنا من الامر من شیء، بعضیش به این اندازه که آیا امکان داره که ما پیروز بشیم؟ یعنی داره وضعیت ما خراب میشه، داریم ما از بین میریم، کلا داره گریم اسلام داره جمع میشه. اما الله میگه که قل ان الامر كله لله، بگو همه چیز به دست الله است. بعد از اون در آیه 155 بعد از این بعضیشی میگفتن یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هنا. بعضی از منافقین میگفتن که اگر اینا نمیرفتن اونجا کشته نمیشدن. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. اگر میگه شما در خانه تون هم باشید، اگر که اجلتون رسیده باشه داخل خانه هم کشته میشید. اما آیه 155 خیلی جالب است. بعد از اینکه کل این قضیه احد رو، فرار صحابه رو، نافرمانی ها رو، گمان های بد رو همه رو ذکر میکنه، بعد از اون در آخر چی میگه؟ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، روزی که لشکر کفار و مسلمان ها در احد با هم درگیر شدن.
انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شماها رو شیطان به خاطر بعضی از گناهانتون، نافرمانیایی که کرده بودید، شما رو فریب داد. دوستان اینجا رو خوب زوم بکنید که چشمهای کور رافضی ها ببینه. ولقد عفا الله عنهم، الله آنها را بخشید. ان الله غفور حلیم، الله سبحانه و تعالی بیگمان که آمرزنده بردبار است. خوب ببینید اینجا رو، ولقد عفا الله عنهم. الله یک مصدر تاریخی بیارید که چه شیعه چه سنی که صحابه بعد از شکست احد نشسته باشن یک گوشی، بارالله ما توبه کردیم، غلط کردیم، دیگه از این کارا نمی کنیم. نیاز نبود، چون اونها در قلبهایشان همون لحظه پشیمان شدن. ای کاش نمی کردیم این نافرمانی رو. همان لحظه الله متعال فعلم ما فی قلوبهم، فهمید که در قلبهای اینها چی است. بعد از اون به کوری چشم دشمنان صحابه میگه ولقد عفا الله عنهم، الله از اونها گذشت، بخشیدشون. حالا شما برید سرتون رو به در و دیوار و ستونهای اوزه علمی قم بزنید که خدا چرا بخشیده. بخشیده، به کوری چشم شما بخشیده. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، اگر من بخوام این آیات رو برای شما بیارم و اینکه الله سبحانه و تعالی اونا رو تزکیه کرده. مثلا آیه اول رو، تک تک صحابه رو الله سبحانه و تعالی در این آیه میاد چیکار میکنه؟ تزکیه میکنه، پاک میکنه. یعنی یک دیپلمی بهشون میده، کارشناسی ارشد در ایمان و تقوا و پرهیزگاری، زیرش هم کلید بهشت، به کوری چشم شما. چرا؟ بابا اینها نشستن اینطوری به گل روی رسول الله نگاه کردن صلی الله علیه و سلم. اینها شمشیر گرفتن در کنار پیامبر جهاد کردن. اینها مالشون رو در اختیار پیامبر قرار دادن. اینها در کنار پیامبر از مکه هجرت کردن، زن، بچه، خونه، زندگی، تجارت همه رو رها کردن. دین پیامبر رو به تمام دنیا رساندن. صحابه نمی بودن تو الان تو ایران نشسته اونجا یا تو غزنی نشسته آتش میپرستیدی. الله متعال چی میگه؟ محمد رسول الله، محمد رسول الله هست. والذین معه، کسانی که با محمد هستن صلی الله علیه و سلم. کیا هستن؟ اشداء علی الکفار رحماء بینهم، با کفار شدید هستند، در بین هم دیگر مهربانند. تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله، اونها رو میبینی در حالت رکوع و سجده هستند، فضل الله رو میخوان و رضوان و بهشت رو میخوان. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، اثر سجده در چهره های اونها آشکار. ذلک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل، مانند مثال این صحابه، صفات این صحابه در تورات و انجیل ذکر شده. کزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، مانند یک کشاورزی که خیلی یک حاصل خوبی گرفته، تر و تازه به بازار میبره، همه داره میگه آه چقدر سبزیاش تمیزه، چقدر خوش رنگه، چه میوه‌هایی، چه سبزیایی آورده. این باغبان کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. این میوه‌های خوشبو و خوش رنگ و تر و تازه کی است؟ اصحابش. لیغید بهم الکفار، این خیلی جالبه است، تا که این تر و تازگی اینها کفار رو به خشم بیاره، تا صیغه زاده ها دلشون بترکه، دارن میمیرن از غم و غصه که چرا خداوند از صحابه راضی شده. قل موتوا بغیظکم، الله سبحانه و تعالی میگه لیغید بهم الکفار، تا کفار رو به خشم بیاره. این سیمای صحابه، این اخلاق صحابه، این بخشش صحابه، تقوای صحابه و فوق همه اینها رضایت الله از صحابه. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا. و الله سبحانه و تعالی از آنها رو، کسانی رو که عمل صالح انجام دادن و ایمان آوردن
مغفرت و پاداش بزرگی وعده میکنه. یک آیه دیگری را هم خدمت شما عزیزان میارم. آیت جالبی است، شاید بارها شنیده باشید در برنامه‌های مختلف. این از جمله آیاتی است که این رافضی‌ها میکشن خودشون رو. وقتی این آیه رو بشنون دیگه دنبال سوراخ موش میگردن کجا پنهان بشن. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار، والذین اتبعوهم باحسان، و کسانی که از اونها متابعت کردند در نیکی، رضی الله عنهم، الله از اونها راضی است. یک کارشناسی فوق ارشد دیگه، الله از اونها رضی الله عنهم. یک شهادت نامه ای هست اون بالا نشه قال الله تعالی رضی الله عنهم و رضوا عنه. الله از اونها راضی است، اونها از الله راضی هستند. زیرش هم مهر زده الله سبحانه و تعالی. آیه 100 سوره توبه. رضی الله عنهم، الله از اونها راضی است. این رضایت صفت الله سبحانه و تعالی است. رضایت بدون علم الله سبحانه و تعالی صورت نمیگیره. رضایت وقتی است که الله سبحانه و تعالی از درون اونها آگاه شده، فعلم ما فی قلوبهم، از درون اونها آگاه شده و از اونها راضی شده. و رضوا عنه، و اونها از الله سبحانه و تعالی راضی اند. و عد لهم جنات تجری تحت الانهار، و برای اونها باغهایی رو در بهشت آماده کرده که از فرودست آن نهرها جاری است. خالدین فیها ابدا، جاودانه در آنجا خواهند ماند. ذلک الفوز العظیم، این پیروزی بزرگ است برای آنها. حالا آخوند اومده گفته که چرا الله راضی شده از صحابه؟ این صفت بعضی چی میگن؟ بعضیاشون که کمی این آیات نمیتونن که این کار بکنن، میان توهین و اهانت میکنن به صحابه‌ای که بعد از فتح مکه ایمان آوردن، در ایمان ابو سفیان رضی الله تعالی عنه، در ایمان اکرمه بن ابی جهل، در ایمان بقیه صحابه خالد بن ولید و غیره، میان شبهه ایجاد میکنن. برای اینها هم الله سبحانه و تعالی جواب میده. در سوره حدید آیه 10 در اینجا چی میگه؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. برابر نیستن کسایی که قبل از فتح ایمان آوردن با اونایی که بعد از فتح ایمان آوردن با اونایی که قبل از فتح ایمان آوردن، اینا برابر نیستن. اونجا گفتیم که السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، مهاجرین و انصار. مهاجرین کیا هستن؟ کسایی که قبل از فتح هجرت کردن. انصار کیا هستن؟ کسایی که در مدینه مهاجرین رو استقبال کردن با آغوش باز. اما یک گروه سومی هم وجود دارن که اینا بعد از فتح مکه ایمان آوردن. بعد از که مکه فتح شد ایمان آوردن. تعدادی از روافض اومدن روی اینها انگشت گذاشتن. اینا منافق بودن، اینا به درستی ایمان، اینا از ترس ایمان آوردن، اینا بعد از فتح ایمان، اینا طلقا هستن، اینا فلان هستن. الله متعال چی میگه؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل. برابر نیستن. بله، اونایی که قبل از فتح و بعد از فتح ایمان آوردن برابر نیستن. اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. اونایی که قبل از فتح مکه ایمان آوردن درجه بزرگتری دارن نسبت به کسانی که بعد از فتح مکه ایمان آوردن. ولکن و کلا وعد الله الحسن، و الله برای همه اینها وعده نیکو داده. والله بما تعملون خبیر، و الله سبحانه و تعالی آگاست و خبیر است با آنچه که شما عمل میکنید. خب دوستان عزیز، سریعا این کلیپ رو ببینیم. درسته سوال.
خدمتتون از حتی صحابه از خود صحابه بیارید که آقا یک مورد نشون بدید به ما. مثلا صحابه مثلا شراب خورده فوری توبه کرده. مثلا آقای مغیره بن شعبه با ام جمیل زنا میکرد بعد دوباره توبه میکرد همونجا. دارید؟ براش نمیکرد که. قدامت بن مظعون بدری هست، دایه حفصه همسر پیغمبر، شراب میخورد، استدلال میکرد با آیه قرآن کریم شراب میخورد، در حال توبه هم کرده. خب توبهشو به ما نشون بدید. و صدها مورد دیگه. حالا من خدمتتون عرض کنم از زبان یکی از بزرگان معاصر اینها دکتر عبدالنصیر میخوام صحبت بکنم که این میاد چی میگه؟ میگه مثلا صحابه زنا کردن، صحابه شراب خوردن، از کجا معلوم که اینها توبه کردن یا در کجا توبه کردن و کی گفته که توبه کردن؟ خداوند که اینها رو خباثت رو در وجود اینها قرار داده و الله سبحانه و تعالی بصیرت اینها رو کور کرده. اینها من خدمت شما عزیزان این رو در اینجا بیان بکنم. یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من این رو بیارم خدمتتون. چون میخوام با دلیل و مدرک صحبت بکنم، من دنبال روایت در ابو داود در کتب حدیث ذکر شده. یکی از صحابه بود صحابه بود به اسم نعیمان ابن عمرو، از جمله کسانی بود که در بدر و در احد و در خندق شرکت کرده بود. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون شراب خورد. ببینید میتونست که بره شراب رو بخوره پنهان بکنه و به هیچ کس نگه. یا اون صحابی که زنا کرد آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله منو پاک بکن. چرا آمد پیش پیامبر گفت که منو پاک بکن؟ داستانش معروف است، در کتب حدیث ذکر است. چون بعد از اینکه این گناه را انجام داده پشیمان شده بود. آمد گفت یا رسول الله منو پاک کن. رسول الله صلی الله علیه و سلم رو برگرداندن، گفتن که این دیوونه است. گفتن نه انسان عاقلیه. واقعا تو زنا کردی؟ گفت بله یا رسول الله منو پاک بکن. داستان طولانی است، خلاصه ایشون رو میفرسته. بعد از اون میگه که یعنی حامله است، بعد از اون میگه که بچت به دنیا بیاد، بعد از اون میگه بچت رو شیر بده، بعد از اون که بچهش به اصطلاح از شیر جدا میشه. این همه فرصت ها رو پیامبر میده به خاطر چی؟ میگه حالا برو ستر کرده الله متعال، تو هم توبه بکن برگرد. اگر توبه میکرد یا از پیامبر طلب دعا میکرد و طلب مغفرت میکرد، الله سبحانه و تعالی به دعای پیامبر رو میبخشید. اما اصرار داشت که یا رسول الله منو پاک بکن. یعنی چی؟ یعنی حد زنا رو به من اجرا بکن. و بعد از اون که بچه‌ش رو به دنیا آورد و از شیر جدا شد، بعد از 2 سال، فکر کنید 3 سال پیامبر به او فرصت میده، بعد حد بر او جاری میشه. این اصرار صحابه بر این که یا رسول الله منو پاک بکن به خاطر پشیمانیشون بوده، وگرنه میتونستن پنهان بکنن. خلاصه یکی از صحابه بود اسمش عبدالله هست، ملقب به حمار.
در اون زمان جاهلیت لقب میگذاشتن که به الله سبحانه در سوره حجرات من کرده ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، با لقب های زشت هم دیگر رو صدا نکنید. خلاصه این صحابه خیلی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دوست داشت و همیشه سبب میشد که رسول الله صلی الله علیه و سلم بخنده. این صحابه شراب خورد. جناب مفتی هم گفت، آیات قرآن هم میگه، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن و این عقیده اهل سنت و جماعت است، صحابه معصوم نیستن، مرتکب گناه میشن، زنا کردن، شراب خوردن. شراب خورد. این قصه رو همین یزدانی خبیث ذکر میکنه، صیغه زاده. پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کردن که او رو شلاق بزنن. 80 ضربه شلاق حد بر او جاری شد. یکی از صحابه از بین جمعیت گفت خدا لعنتش بکنه، هی شراب میخوره، توبه میکنه، بعد از اون باز تکرار میکنه، باز شلاق میخوره، باز شراب میخوره، باز توبه میکنه. این چون چند بار تکرار شده بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم یهو برگشتن، لا تلعنو، او را لعنت نکنید، ما علمت الا انه يحب الله و رسوله، من نمیدانم غیر از این که او الله و رسولش را دوست داره. فعلم ما فی قلوبهم، شاید شرابم بخوره، زنا هم بکنه، همه که این کار نمی کردن. در طول حیات، در 23 سال پیامبری رسول، 2 نفر مرتکب زنا شدن، 1-2 نفر شراب خوردن صحابه، و حتی تا زمان خلفای راشدین. این انقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دوست داشت، من واقعا وقتی که داستان این رو برای اولین بار خوندم نتونستم جلوی اشکای خودم رو بگیرم. انقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دوست داشت، اما خیلی هم فقیر بود، فقیر، بی بضاعت بود. دوست داشت برای پیامبر هدیه بگیره صلی الله علیه و سلم. یک روز میگه چیکار کرد؟ رفت تو بازار، خلاصه نشست سر یک کسی که یک عبای، یک جبه‌ای رو میفروخت. گفت چند قیمتش؟ گفت مثلا 20 دینار. اومد خلاصه انقدر این فروشنده رو این باش به اصطلاح چیز کرد که تخفیف بده، و مثل بعضی این اصفهانی هستن زیاد تخفیف گرفتن اینا دیده باشید تو بازار، با احترامی که به عزیزان اصفهانی داریم. خلاصه تا این که طرف رو راضی کرد که این رو به 5 دینار بفروشه. ببینید از 20 دینار آوردش به 5 دینار. بعد از اون گفت که خب بده 5 دینار تو کهن عبا رو بدم. گفت بیا بریم خونه، میخوام پولشو بدم. اومد در خونه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در زد. یا رسول الله، یا رسول الله. اومدم بیرون، چه خبره عبدالله، چی شده؟ یا رسول الله برای شما هدیه آوردم. پیامبر خندیدن، گفتن خب جزاک الله خیر، بیار هدیه رو. کجاست؟ گفت این خدمت شما یا رسول الله. پیامبر عبا رو دیدن، خوششون اومد. گفت یا رسول الله یه خواهش دیگه هم دارم. گفتم بفرما. پولش هم اگر بدید 5 دینار، این صاحبش اینجا وایستاده. پیامبر صلی الله علیه و سلم خندیدن. حتی روایت میگن که این دندانهای پیامبر صلی الله علیه و سلم آشکار شد، خندیدن از این کار. این هم هدیه آورده و هم پولش رو میخواد بده. و از این صحابه چندین حکایت روایت شده در کتب که سبب تبسم و خنده رسول الله صلی الله علیه و سلم شده. گفتن لعنت نکنید او رو، او الله و رسولش رو دوست داره. این صحابه اینن، چون کله های پوک شما آخوندان نمیفهمه که این چیزا رو. الله متعال به خاطر این اونها رو میبخشید، از اونها اعلان رضایت میکرد. فعلم ما فی قلوبهم، قلبهایشان مملو بود از محبت الله و رسولش. و در مورد مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه و ام جمیل، داستان این مفصل ذکر شده در روایات.
که 4 نفر از صحابه در بصره بودن موقعی که مغیر ابن شعبه در اونجا حاکم بود، امیر بود. در جای مرتفعی، به صلاح پشت بوم بگیم، بالکن بگیم، یه جای نشسته بودن. بادی وزید و خلاصه یک پرده‌ای که در خونه مغیر ابن شعبه که همسایه بودن روبروی هم دیگه کنار رفت. دیدن که مغیر مشغول همبستری با یک خانومی است. گفتن که این خانم ام جمیل است. این آخوند خبیث که ذکر میکنه ام جمیل، ام جمیل، ام جمیل، زنای مغیر ابن شعبه ام جمیل. اولین کسی که این صحنه رو دید ابوبکر است رضی الله تعالی عنه، یکی از صحابه است. اونا حساس بودن در امور دین. گفتن با این امیر ماست، این به اصطلاح نماینده امیرالمومنین است در اینجا. این ام جمیل جاریه یا مثلا دختر فلان قبیله است و ما اینو میشناسیم و این ارتباطی با مغیره نداره، همسرش نیست، ازدواج نکرده با این، داره با این زنا میکنه. آقا یک حیایی رو راه انداختن. 3 نفر دوستان دیگرشون که بعد اونا رو هم صدا کردن، گفتن ببینید داره زنا میکنه. اینا هم نگاه کردن. به خاطرشی که 4 نفر شاهد برن پیش امیرالمومنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی شهادت بدن. خلاصه بعد از اون اومدن پیشش گفتن تو داری زنا میکنی، فلان میکنی. گفت بابا همسرمه، فلان. هیچ کس گوش نکرد. نوشتن به عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه که مغیر ابن شعبه مرتکب همچین فعلی شده. حضرت عمر هم با کسی رو درواسی نداشت. همون لحظه عمرو بن عاص رو به عنوان حاکم بصره تعیین کرد و ایشون رو عزل کرد و خواستش مدینه تا حد رو بر او جاری بکنه. و ایشون چون 4 تا همسر داشت و حد سنگسار باید جاری میشد، کشته میشد، ایشون رو طلب کرد و در اصول اجرای حد زنا این است که 4 نفر شاهد باید با تمام تفاصیل دیده باشن صحنه زنا رو. 3 نفر از اینها شهادت دادن در حضور سیدنا عمر، گفتن بله ما دیدیم. نفر سومی گفت یا امیرالمومنین من ندیدم، یعنی حالت زنا رو، من تا صدای شنیدم و خلاصه زیر لعاف بودن و این و اون. چون شهادت سومی ناقص، 4می ناقص بود، امیر مومنین حد رو جاری نکرد، بلکه اون 3 نفر رو حد بر اونها جاری شد. چون در قضیه زنا این است که اگر 4 نفر شاهد عدل بیان و شهادت بتن حد جاری میشه. اگر یکیشون انکار کرد 3 نفر دیگه به جرم تهمت چی میشن؟ حد بهشون جاری میشه. مغیر ابن شعبه گفت یا امیرالمومنین من 4 تا زن دارم، یکی از زنهای من شبیه اون زنیه که اینو فکر میکنن که اون بوده، اون نبود، والله بالله همسرم است، همسر در نکاح شرعی من هست. و این رو روایت رو در کتب تاریخ مفصل ذکر کردم که اون میگفت که این همسرم هست، اینا میگفتن نه این فلان چیز است. از نگاه عقلم شما ببینید کسی که 4 تا همسر داره با اونم امیر است و در اون زمان کنیزم به وفرت پیدا می شده، هر امیر میتونست که 100 تا کنیز داشته باشه. یعنی انقدر انسان باید مثلا یک زنی رو از یک قبیله‌ای ورداره بیاره و زنا بکنه، اونم تو خونه خودش. علی کل حال صحابه دیدن، گزارش دادن، حد میخواست اجرا بشه. کل داستانی که این داره ای چون صیغه زاده، چون از بس که این صحنه رو دیدن تو خونه هاشون با مادراشون، کی رفته کی آمده، چه آخوندی بوده چه آخوندی نبوده، نمیخوام زیاد وارد این تفاصیل بشم. میگن کافر امرا به کیش خود پندارد. تا یک داستانی اینطوری یک جایی پیدا بکنن دیگه به قول معروف میگن که هر سیبیلویی رو که بازار دید فکر میکنه که باباشه. داستان مغیر ابن شعبه که ذکر میکنه این هست که هیچ زنایی ثابت نشده. ملی بازی خدمتتون هست، کتاب خیلی خوبی در بحث عدالت صحابه داره.
من توصیه می‌کنم آقای مفتی قبل از اینکه وارد این مباحث بشه برین کتاب رو بخونه. کتاب خیلی خوبی هست، اگه صفحه مونیتور بنده باشه، کتاب تحقیق معنی العداله فی تعدیل جمیع الصحابه. اصلا عدالت صحابه یعنی چی؟ خیلی کتاب خوبیه. این کتاب رو ایشون برن ببینن، در اینترنت هم موجود هست. استاد اصول فقه علمی کلام هست در دانشگاه امام شافعی در اندونزی. به هر حال این کتاب خواندنی هست. ایشون ببینید از مولا علی قاری دقیقاً همین حرف رو نقل میکنه که عدالت صحابه یعنی چی؟ از صحابه کلهم عدول یعنی چی؟ یعنی و من وقع له منهم زل و فقه الله للتوبه. هر کدوم از اینها یک اشتباهی کردن، خدا اونها رو به هر حال توفیق توبه میده. چرا؟ چون صحابی هستن، خداوند به اینها توفیق توبه میده. این نظرهای مولا علی قاری هست در معنای عدالت صحابه. خب اینا رو دونه دونه همین حرفا رو میاره تا در صفحه شماره 100، صفحه شماره 65 از صفحه شماره 100 میگه این که آقا این صحابه فوراً توبه کنن، قلنا انه ليس المراد هو هذا لثبوت ارتكاب الكبيره في حق بعضهم في الواقع و انکار ذلك مقابله و تکذیب للواقع. میگه این ببینید دوستان عزیز، از همین صفحه خودش این قسمت هایی که تیره کرده میخونه، بالا رو نمیخونه. در اینجا چی میگه؟ انه ليس المراد بالعداله المذكوره في قول اهل السنه. میگه منظور اهل سنت از عدالت صحابه این نیست که الصحابه كلهم عدول انهم معصومون عن الذنوب، که صحابه‌ای که همه اونها عادل هستن اونها معصوم هستن از گناه. این خبیث الان چی میگه؟ میخواد بر مولا علی قاری از طریق این عالم رد بکنه در کتابی که ایشون نقل قول میکنه از مولا علی قاری و حرف او رو داره تایید میکنه. این بالا رو نمیخونه که میگه منظور اهل سنت که این صحابه عادل هستن نیست که معصوم از گناه هستن، کما هو معتقد اهل سنت جمیعا، چنانچه اعتقاد همه اهل سنت این است و انه لم یصدر عن احد منهم کبیرة او خارم المروءة، که از اونها یک گناه خیلی بزرگی که من نمیدونم مثلا شرک اعظم سرک زده باشه، یک عملی که خیلی مثلا خلاف مروت باشه، او ان الذين وقع منهم، این قسمت رو هم کامل نمیخونه، اما جایی که میخواد بهش استناد بکنه. حالا خیلی یک تلبیس و دروغ عجیبی در اینجا انجام میده، این رو هم خدمت شما بیان میکنم، گوش کنید. نداریم چرا؟ چون صحابه واقعا گرفتار گناهان کبیره میشدن. اگر بخوایم اینها رو منکر بشیم این واقعا خلاف واقع هست و زورگویی هست. میگه خب چه گناهانی؟ اینم جالبه. ممکنه صحابه گرفتار چه گناهی کبیره بشن؟ یه مثال میزدیم مثلا شراب، قمار، لواط، زنا، چی؟ نه، میگه من دوست ندارم اینا رو بگم. چرا؟ سونن خاطر این ذکر میکنه چون اینو تجربه دارن تو حوزه علمی قم. داستان شما بارها ذکر کردم، اینا تو تجربه سر خودشون گذشته، به خاطر همون ذکر میکنید، در اونجا ذکر نشده. تکلم اللسان عن ذکر غیر جمیل فی احد من خیار خلق الله بعد الانبیاء. اینا بهترین مخلوقات بعد از پیامبران بودن. من دوست ندارم به هر حال حرفای بد درباره اینها نقل کنم، فقط حرفای خوب نقل کنیم. عجب چقدر شما واقعا اهل تقوای، اهل دیانتی، شما چقدر آدم خوبی هستی. فقط حرف خب چرا اینا باید اشرف مخلوقات بعد از انبیا باشن؟ چرا اگر گناهی انجام دادن نباید نوشت؟ چرا؟ این چه دلیلی براش وجود داره؟ میگه بعد حالا بحث ما از اینجا جوابی که ایشون میده، میگه ثابت نشده که اینها فوراً توبه کرده باشن. بله ما معتقدیم توبه کردن فوراً یا تراخیان، احسانا للظن بهم، چون ما به اینا حسن ظن داریم، چون فکر می‌کنیم اینا پیش خدا منزلت زیادی داره، ممکنه به هر حال توبه کرده باشن. باز میگه احتمال داره در بین این کاری که انجام دادن، این کاری فاسقانه که انجام دادن تا زمان توبهشون، تا زمانی که توبه میکنن یه خللی، یک فاصله اتفاق افتاده باشه، در همین فاصله یک روایت نقل کرده باشه از پیغمبر. چیکار کنیم؟ بله مثلا مغیرة بن شعبه مثلا در اول سال اول حکومتش با ام جمیل زنا میکنه، تا آخر دوران حکومتش هم توبه نمیکنه. این وسط چند تا روایت نقل کرده باشه از پیغمبر خوبه. یا مثلا بعضی دیگه اصلا اهل شراب بودن، اهل قمار بودن و خیلی کارهای دیگه. اینها در این فاصله که توبه نکرده بودن روایت از پیغمبر نقل میکردن یا نمیکردن؟ نقل میکردن دیگه. خب چیکار کنیم این روایتی که اون وسط نقل کرده رو ما چیکار کنیم وسط؟ اونا رو رد کنیم، بررسی بکنیم، نکنیم؟ خب این جوابی که این عالم اهل سنت میده فکر می‌کنم برات کافی باشه. اما خدمتتون عرض کنم من یک سری روایت در من این رو آورد که انه این عالم اهل سنت این مطلب رو آورده، حیران مونده که حالا ما چیکار بکنیم با روایت اینها، جوابی براشون نداریم. الان در ذهن شما این تصویر ایجاد شد که این عالم اهل سنت این کتاب رو نوشته در مورد عدالت صحابه، بعد گفته صحابه مرتکب گناهان میشدن، در وقتی که بین گناه و بین توبه مثلا یک روز، دو روز، یک ماه، یک سال، اینا روایاتی رو که از احادیث پیامبر روایت میکردن ما با اینا چیکار بکنیم؟ اینا رو قبول بکنیم یا رد بکنیم؟ انقدر اینا خبیثن، انقدر اینا حرامزادن که یعنی کتاب جلوش باز هستا
تا پایین صفحه نشون میده، صفحه بعدش رو نشون نمیده. من الان خدمت شما عزیزان همین کتاب رو همین لحظات پیش دانلودش کردم از یکی از سایت های کتابخانه عربی. خیلی کتاب جالبی است. تحقیق معنى العدالة في تعديل جميع الصحابة، دکتر عبدالنصیر احمد شافعی ملیباری. خب میریم صفحه 100 که ایشون ذکر کرده بود. دوستان نشون بدن صفحه 99. بله، قبل از اون در اینجا در صفحه 99 خیلی جالب است. قبل از اون را هم که طبیعتاً نمیخونه. قبل از اون مثلا در صفحه 98 چی میگه در اینجا؟ میگه که والحق، حقیقت این است که ان هؤلاء ذهبوا هذا المثل لما ظنوا من القول اهل السنه الصحابه كلهم عدول انهم معصومون عن الكبائر والصغائر والخوارم المروه فما استطاعوا تسليم هذه الكليه فقول الصحابه بعضهم عدول و بعضهم ليس بعدول. داره کلا بحث در مورد عدالت صحابه و نظریات مختلف علمای اهل سنت. بعد در صفحه 99 در اینجا چی میاد؟ چی میگه؟ این من تأمل سیرتهم، کسی که در سیرت صحابه نگاه بکنه و وقف علی مآثرهم و جدهم فی الدین، و در آثارشان و جدیتشان در دین بینه، و بذلهم اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، مالشون رو جانشون رو در راه الله و رسولش فدا کردن. لم یتخالجه الشک فی عظم شأنهم، شکی نداره که در مورد عظیم شأن صحابه این رو قبول میکنه. و براعتهم عما ینسب الیهم المبتلون من المطائن، و براعت و پاکی آنها از آنچه که اهل باطل از طعنی که بر آنها وارد میکنن. و نحن لا نلوث کتابنا بامثال ذلك، که ما در اینجا نمیخوایم که اون رو ذکر بکنیم. و هی مذکوره فی المطولات مع التفصیل عنها، در کتاب‌های بزرگ ذکر شده در مورد اینها. خب بعد از اون در صفحه 100 همون چیزی رو که این آقا آورده بود در اینجا چی میگه؟ المراد بالعدالة المذكورة في قول أهل السنة الصحابة كلهم عدول أنهم معصومون عن الذنب. میگه کسی نگفته از انه ليس المراد بالعدالة، یا کسی از اهل سنت نگفته که مراد از عدالت صحابه این است که اونا گناه نمیکنن، كما و معتقد اهل السنة جميع، که این اعتقاد جميع اهل السنة، ولا انه لم يصدر عن احد منهم كبيرة او خارم مروة او ان الذين وقع منهم ذلك تابوا منه فور ارتكابهم. یعنی کسی نگفته که اونا اصلا گناه نکردن یا که همون لحظه که گناه کردن همون لحظه توبه کردن. قلنا انه ليس المراد هو هذا لثبوت ارتكاب الكبيرة في حق بعضهم في الواقع. این همون جایی است که ایشون امور تا این قسمت که در اینجا میگه که اگر در این دوران یک روایتی از پیامبر بکنن تکلیف چی است؟ جوابش در صفحه بعد است که ایشون نشون نمیده. بله. در اینجا چی میگه؟ اما در مورد روایاتشون، بل المراد بها ان شاء الله ظن الصدق فی روایتهم، ما گمان نیک داریم در مورد روایت هایشان، و اخبارهم عن محبوبهم العظم رسول الله صلی الله علیه و سلم، و آنچه که از احادیثی که از محبوب بزرگشان رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کردن. بل قطع بالصدق، بلکه ما قاطعیت داریم در صداقت آنها. کیف لا، چطور این قاطعیت رو نداشته باشیم؟ و قد استرخوا كل غال فی سبیل دفاع عنه صلی الله علیه و سلم، که اونها هر چه داشتن در راه پیامبر فدا کردن. و نشر تعالیمه و تبلیغ دینش رو، تعالیمش رو در بین مردم نشر کردن. ضرب بهم اروع المثل فی ذلک جمیعا، و بر اونها مثال زده میشه در مورد صحابه در این مورد. فلیس المراد بعدالتهم انهم معصومون، ما وقتی میگیم صحابه عدالت دارن به معنی نیست که معصوم هستن من الذنوب و المعاصی، از گناه و از اعمال مخالف. کما هو معتقدنا و معتقد اهل سنت الکرام، که این عقیده ما و عقیده
اهل سنت است. و ان احد منهم لم يرتكب شيئا من ذلك، ما نگفتیم که هیچ کدومشون گناه نکردن. و انما المراد بها براءتهم من النفاق، مراد ما از این عدالت صحابه این است که اونها منافق نیستن و صدقهم فی محبت الله تعالی و رسوله، و صداقتشون در محبت الله و رسولش، و عدم تعمدهم الكذب علیه صلی الله علیه وسلم، که اونها عمدن به پیامبر دروغ نمی بستن. و این صدر عمن صدر ما صدر مما هو مخل بالعدالة الأصولية و ذلك لا يقلل من شأنهم ابدا كما اوضح ذلك لاحقا. میگه شاید بعضی اوقات گناهانی از اونها سر زده باشه، اما این خلالی در صداقت ایشون و این که دروغ به پیامبر نمیبستن ایجاد نمیکنه. این قسمت رو نمیخونه. به هر صورت کتاب جالبی است، دوستان بخونن، خواستن علما و محققین بخونن. اقوال رو جمع کرده، تقریبا چیزی در حدود 135 صفحه است. کتاب خیلی جالبی است. تشکر میکنم از دوستان عزیز. صحابه در قیامت اهل جهنمن. در صحیح بخاری مسلم و جای دیگه است. مرتد میشن و مستقیم میرن جهنم. بله. حالا من بعضی از اینها رو بخونم. مرتد میشن مستقیم میرن جهنم. یک روایت جالبی هم در صحیح سنن ابی داوود اومده. صحیح سنن ابی داوود جلد شماره 2 چاپ اول 4419 صفحه شماره 505 باب 9 از کتاب از این به هر حال چیز حدیث شماره 4039 که خدمتتون عرض کنم انه سمع رسول الله یقول، یک از این اصحاب پیغمبر هست که از پیغمبر شنیده که میگفت لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الخز والحریر، بعضی از این امتی من هستن که اینها حلال میدانن خز و حریر رو، خز به هر حال یک پارچه خاصی دیگه و ابریشم رو. بعد یه حرفایی زد که راوی مثل همیشه دوست نداشته اون 3 نقطه گذاشته و دوست نداشته نقل کنه. بعد پیغمبر فرمود یمسخ منهم آخرون قردة و خنازیر الی یوم القیامه، از اینهایی که خز و حریر رو حلال میدونن از اینها کسانی هستن که خنزیر میشن، نامسخ میشن، تبدیل میشن به خنزیر، تبدیل میشن به میمون. ابو داوود جالبه در ادامه چی میگه؟ میگه ما 20 نفر از اصحاب پیغمبر میشناسم که اینها یا بیشتر از 20 نفر اینها همیشه خز میپوشیدن. مثل کی؟ مثل انس، مثل برای ابن عازب. سند روایت هم چیه؟ صحیحه. الان در مورد این خباثتی که در اینجا انجام میده، من اولا این روایت لیکونن من امتی اقوام یستحلون الخز والحریر، روایت دیگر که بیشتر مشهور است الحر والحریر است. هر دو روایت صحیح است. ام حر والحریر زنا و ابریشم، الخز والحریر خز و ابریشم. خز یک نوع پارچه ای است که مثل سوزن بافی یک از پشم بعضی از حیوانات درست میکنن، مانند خرگوش از ابریشم درست میکنن و بعضی از اینها هم از ابریشم درست میشه، یعنی با ابریشم، با تارهای ابریشم روی پارچه ابریشمی یک سری چیزایی میدوزن. به هر صورت الحر والحریر والخز والحریر هر دوتاش ذکر شده در روایات. خدمت شما عزیزان الحر والحریر، من اینجا دوستان اگر نشون بدن لیتکون من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر. در اینجا حر ذکر شده که به معنی زنا هست، والخمر والمعازف. بعد که میگه ادامهش اومده در روایات دیگه، در کتب دیگه، در صحیح بخاری هم اومده والخمر والمعازف ولینزلن الاقوام الى جنب عالم یروه علیم، یعنی ذکر شده. این نیست که صحابه پنهان کرده باشن. علی کل حال حر والحریر ذکر شده، خز والحریر ذکر شده. خز یک نوع پارچه است. این پارچه میتونه از ابریشم باشه، میتونه از پشم باشه، میتونه از پنبه باشه. از ابریشمش ممنوع است و آنچه که در حدیث منظور هست الخز والحریر، در اونجا منظور است یک نوع پارچه‌ای که اسمش خز است که از ابریشم درست میشه و پارچه ابریشمی معروفی که همه میشناسیم. آنچه که صحابه بیش از 20 نفر از صحابه در موردشون ذکر شده، در روایت دیگر اهل سنت هم به تفصیل در موردش بیان شده، اونا صحابه هستن همین پارچه خز رو پوشیدن اما از حریرش نبوده.
از پشم بوده، از پنبه بوده. و حتی مسئله فقهی، حالا در این بحث طولانی از وقت برنامه کم است که در این مورد من صحبت بکنم، حتی میگن که اگر که ابریشمش بیشتر باشه، بیشتر از نصفش ابریشم باشه حرام است، اگر نصف کمتر باشه در پارچه ابریشم کار شده باشه مشکلی نداره. مسائل فقهی است که در اون کار نداریم. اما اینجا اومد این خبیث بعد گفت که بله این قردة و الخنازیر، اولا که در اینجا آخرون یعنی کسانی که در آخر زمان میآیند، اینا میگن که حریر حلال است. هیچ کدام از صحابه نگفتن حریر حلال است. و این خبیث چگونه با الفاظ بازی میکنه. میگه که حدیث چی میگه؟ لیکونن من امتی اقوام یستحلون، حلال میدانند حریر رو. هیچ کدام از صحابه حلال ندانستن. تحدی میکنم، چلنج میدم یکی از صحابه رو بیاره که گفته باشه حریر حلال است. در آخر از زمان میگه که اقوامی در آخر میآیند که اینها میگویند که ابریشم حلال است، میگویند حلال است. در صورت الان مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست دوستان عزیز که بعضی از اینایی که بنابر اعتقاد این آقا که تبدیل به خوک میشن و تبدیل به چیز میشن که خز میپوشیدن، اگر منظور اون خز باشه، روایات خود شیعه نشون میده که از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن. در کتاب‌های خودشون اومده. جواز لبس الخز. کلینی روایت میکنه ان عدت من اصحاب انصبان قال دخلت على ابي عبد الله امام جعفر صادق و على جبة خز و تلیسان الخز فنظر الیه فقلت جعلت على جبة الخز و تلیسان خز فما تقول فيه فقال وما بأس بالخز، چه اشکالی داره؟ فقلت و صداه ابریشم، روش تار ابریشم داره، هیچ مشکلی نداره. و قال ما بأس ابریشم قد اصیب الحسن علیه السلام و علیه جبة الخز. حسین در روزی که در کربلا شهید شده بود یک جبه ای از خز پوشیده بود. آیا جرأت داری بگی که حسین و جعفر صادق و امام محمد باقر هم قردة و الخنازیر هستن؟ جرأت داری این رو بگی؟ یعنی برو حداقل کتابای خودتون رو بگرد که خز رو من میگم که شما همیشه باید دقت بکنید که هر سیبیلویی رو فکر نکنید که باباته. روایت دیگری هم هست اینجا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن عبد الله كتبت إلى أبي الحسن الرضا امام رضا علیه السلام عن دواب التي يعمل الخز من وبرها، از حیواناتی که با پشم اونها لباس خز درست میشه. فكتب عليه السلام لبس الخز الحسين بن علي ومن بعده جدي عليهم السلام. میگه حسین ابن علی هم لباس خز پوشیده و پدر و پدر بزرگ هم بعد از اون پوشیده. روایت های زیادی هست در کتب خودشون که امام حسین، امام حسن، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، همه اینا، امام زین العابدین لباس خز می پوشیدن. تشکر میکنم. برای تاکید بیشتر رفتیم سری زدیم به سایت آیت الله خویی، سایت فتوای آیت الله خویی. شماره فتواهاش هم هست در اینجا هم در مورد لباس خز ذکر کرده که روایت ها هم ذکر کرده. مثلا در فتوای شماره 181 دخلت على ابي عبد الله علیه السلام و علیه عباء الخز و بطانة الخز و تلیسان الخز. کلاهش هم از خز بوده، لباسش هم از خز بوده، عباش هم از خز بوده. خلاصه سألت ابا الحسن الرضا عن الصلاة في الخز، که با لباس خز اگر نماز بخونم، فقال سل فیه، نماز بخونی اشکالی نداره. پس در نزد اهل بیت نه تنها 20 نفر از اصحاب پیامبر، بلکه اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم لباس خز می پوشیدن. این خز اون خزی نیست که تو فکر کردی گوساله. علامه هلی هم ذکر کرده سألته عن لبس الخز فقال لا بأس به ان علی بن الحسین علیه السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء، که علی بن الحسین امام زین العابدین در فصل زمستان لباس خز رو می پوشید. پس اینم برگشت به خودت. حالا همون حرفایی رو که در مورد صحابه زدی که انه در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم
گفتی. عجب. خب این صحابه‌ای که خز می‌پوشیدن و پیغمبرم گفته اینها خز رو حلال میدونن و روز قیامت تبدیل به خنزیر میشن، اینا کی توبه کردن؟ پیغمبر میگه بابا اینا تبدیل به خنزیر میشن. این یک روایت. باز روایت بعدی خدمتتون عرض کنم در صحیح بخاری، اینو ما بارها خوندیم، در جای صحیح بخاری این روایات وجود داره. من بعضی از اینها رو بخونم. در صحیح بخاری چاپ اوقاف عربستان سعودی، باب فی الحوض، اصلا یک باب روایت در این باره داره که عده‌ای از صحابه در روز قیامت وارد جهنم میشن. حالا مفصل من نمیتونستم همه این روایات رو خدمتتون عرض کنم، رنگی کنم تا در صفحه شماره 1387 روایت 65 85 خدمتتون عرض کنم. ببینید از ابو هریره نقل شده. بله، از رسول خدا ابو هریره نقل کرده که یرد علی یوم القیامه رهط من اصحابی، قیامت تعدادی از اصحاب رهط در زبان عربی، برید فرنگای لغت رو بخونیم، الان وقت نیست که همه اینا رو برای شما نشون بدم، همش رو آماده کرده بودم. اما رهط کمتر از 10 نفر رو بهش میگن رهط، کمتر از 10 نفر که باشه بهش میگن رهط. این اصحابم کسانی بودن که صحابی پیامبر بودن، در زمان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مرتد شدن، خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم با اونها جنگید، مانعین زکات بودن و اونها را از بین برد. بله، یعنی چی؟ مردم میگفتن که عبدالله ابن ابی ابن سلول هم صحابه پیامبر است، اما منافق بود. ببینید چقدر خبیثن اینها. الان این روایت رو آورده میگه که یعنی همه صحابه دوزخی ان. یجلون عن الحوض، روز قیامت گروهی از اصحاب منو میگن اینا از حوض دور میکنن، از حوض کوثر دور میکنن و اجازه نمیدن از حوض کوثر اینها به هر حال چیزی بنوشن. به خدا میگم یا رب اصحاب اینا اینا خدا اصحاب من هستن. پیغمبر میگه نه تو نمیدانی اینها بعد از تو چی کارهای انجام دادن، چه بدعت‌هایی انجام دادن. اینها مرتد شدن الی ادبارهم القهقرا، اینا برگشتن به دوران جاهلیت، برگشتن کافر شدن، مرتد شدن. خب اینا کی توبه کردن آقای مفتی بزرگوار؟ همونایی بودن که در مانعین زکات که در زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گردنشون زده شد، فرصت توبه نداشتن. متاسفانه دیگه چی بگم به اینا؟ میشن در قیامت توبه میکنن؟ نه، خدا میگه مستقیم میرن جهنم و حتی اجازه نمیدن از حوض. عزیز، این قسمت‌های از این کلیپ بود، چون تقریبا داریم به پایان برنامه میرسیم. اگر یک 2-3 تا تماسی رو بگیریم در پایان برنامه از عزیزانی که دوست دارن در برنامه شرکت بکنن، چون حقیقتا حدود 5-6 دقیقه دیگه مونده از این کلیپ. در فرصت دیگر در برنامه دیگری انشالله در موردش صحبت میکنیم. بیننده عزیز از ایران، سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام. خسته نباشید. بفرمایید، دارید با من صحبت میکنید. خودتون معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ از ایران زنگ میزنم. یه سوال دارم. در رابطه با موضوع برنامه باشه بفرمایید. اینکه باقر مجلسی در 400 سال به عقب برگردیم، این همه کتاب رو چجوری تعریف کرده؟ والله منم موندم. 110 جلد کتاب بهارالانوار نوشته. به خاطر همین من اسمش رو گذاشتم دایره الخرافات. اصلا امکان پذیر نیست انصاری 170 جلد کتاب، اون هم در 4 سال به عقب برگردیم. درست دیگه. خزعبلات نوشتن خزعبلات دیگه کار سختی نیست، هر کی میتونه انجام بده دوست عزیز. خب اون زمان صنعت چاپ هم به این صورت نبوده. درست. توضیح بفرمایید من میشه. باشه حتما. تشکر شما. سپاس. ما یک برنامه‌ای داشتیم قبلا، نمیدونم دوستان دیدن یا نه. خیلی از اینها کتاباشون رو چیکار کردن؟ اومدن مثلا کتاب اهل سنت رو جلوش گذاشته، کتاب صحیح بخاری رو. در اونجا مثلا اومده که احمد از محمود از علی از جعفر از صادق از انس بن مالک از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کردن که ایشان فرمودن النظافة من الایمان. مثلا اینا چیکار کردن؟ همین حدیث رو گرفتن گذاشتن جلوشون، بعد نوشتن که مثلا چی اسم اون راوی که خیلی ابو بصیر از امام جعفر صادق روایت کرده است که
النظافة من الایمان. چون اینها کتاب حدیث نداشتن. اکثر کتاب‌هاش رو با دلیل ما نشون دادیم در یک از برنامه که اینها رو بعضیشون اصلا یعنی چیکار کردن، روایت رو طوری نقل کردن که مثلا به امام جعفر صادق نسبت دادن، در حالی که این واقع در زمان علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه اجمعین در مدینه رخ داده، در اون زمان امام جعفر صادق اصلا نبوده. از بس عجله داشتن گرفتن همین روایت رو، راویانش رو عوض کردن و اصل روایت رو گرفتن. بعد اومدن در مقابل این روایت ها یک سری روایت های دیگری رو خودشون جعل کردن. دیگه نوشتن خرافات و خزعبلات فکر نمی کنم کار مشکلی باشه، هر کس میتونه این کار رو انجام بده. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، وقت شما بخیر استاد انصاری عزیز. حضور شما، من یه اشکال تعریفیه، خواستم یه سوالم بپرسم حقیقتا در رابطه با موضوع برنامه اگر باشه بفرمایید. آره راجع به موضوع برنامه است. راجع به مثلا اسمت اشکال وجود داره که میگیم بله مثلا خب شیعه میگه آقا اینا مثلا اهل بیت گناهی نکردن، دروغ به پیامبر نبستن، گزارشی هم مبنی بر دروغگویی اینها وجود نداره و فلان. خروجی این کلمه اسمت چیه؟ تهش اینه که میگن آقا قول و فعل رو ازش بگیرین. این از این. حالا مثلا ما کاری به اسم اسمت که نداریم، که بحث خروجیه. تو قرن 20 ما دنبال اینیم. تعریفی که شما هم میدینم عملا کوچه بغلی اسمته. یعنی ما میگیم هر کسی که پیامبر رو دید، البته که نباید توهین کرد به صحابه. امروز قصه با موضوعات گذشته فرق میکنه، آگاهی ها بیشتر شده، فضای به این شکل، وارد اون نمیخوام بشم. اما شما هم همینو میگین آقا فقط تنها فرقش اینه که میگین آقا گناه کرده ولی بازم تهش بگیرین هرچی. یعنی هر کسی که پیامبر رو دیده، به صرف این که دیده پس معنی اطلاق صحابه داره، جرح و تعدیلش نباید کرد. خب اینم که همون کوچه بغلی اسمت، چه فرقی میکنه؟ نه کوچه بغلی اسمت نیست. شما اعتقاد دارید، شیعه اعتقاد داره که ائمه اسمت تکوینی دارن، به این معنی که اصلا کلا اینا وقتی که از مادر به دنیا میان اینها معصومن، اینها هرگز گناه نمی کنن، اینا از طرف الله متعال. اینا مثلا آیا امام جعفر صادق و 12 امام شیعه اهل بیت، کلا کسایی که جزء اهل بیت هستن در نزد شیعه، اینها مثلا مرتکب زنا میشن؟ خب اگه گزارشی وجود داشته باشه در تاریخ، کسی پیدا نکرده از اینا. خب اما چرا نمیشن مرتکب زنا؟ چرا مرتکب زنا نمیشن؟ به خاطر اینکه التزام دارن به گفته پیامبر، به اسلام، به عقاید خودشون دیگه. پس این که اگر این باشه که این عدالت شد، این اسمت نشد. این همین حرفیه که ما میزنیم. میگیم که صحابه، ببینید ما چی میگیم؟ ما میگیم صحابه التزام دارن به قال الله و قال رسول، اگر مرتکب گناهی هم میشن پشیمان میشن، توبه میکنن. مثلا الله وقتی ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما در پیش پیامبر صداشون بلند شد، الله متعال آیه نازل کرد لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. الان بعد از اون واقعه آیا یک بار دیگر روایت شده که ابوبکر و عمر صداشون رو پیش پیامبر بلند کرده باشن؟ نشده. صحابه من حرفم اصلا من سوال مشخص. من اصلا عشره مبشره رو میذارم کنار، شیخین رو میذارم کنار، مهاجر و انصار السابقون الاولون، اینا رو میخوام بذارم کنار. من بحثم کسانی است که فقط اطلاق صحابه دارن، یعنی مهاجر و انصار نیستن، چه بسا سال 10م، 11م، 7م اینها پیامبر رو دیدن، ایمان آوردن، رفتن شهراشون، اینا هم اطلاق صحابه دارن دیگه. میگم چرا نه؟ کی گفته اینطوری؟ کی گفته اطلاق صحابه به کسی میشه که پیامبر رو دیده، ایمان آورده و با ایمان از دنیا رفته با ایمان از دنیا رفته رو فقط خدا میدونه، ما که نمیدونیم که. ما ظاهر رو میبینیم. اما ببینید الان موضوع صحابه نیست دوست عزیز، موضوع صحابه نیست. ببینید موضوع شما یک لحظه دوست عزیز، شما موضوع عصمت و عدالت رو در موردش داشتید صحبت میکردید. الان عصمت، نه ما کلی نمیتونیم حرف بزنیم دوست عزیز، کلی 10 ساعت برام. الان عصمت، یک لحظه عصمت، سمارت ابن جندب
اسمت یک لحظه دوست عزیز، همین اسمت رو که شما برای اهل بیت قائل هستید و خودتون اقرار کردید که بله اهل بیت معصوم هستند، چه دلیلی دارید برای اسمت ائمه؟ من تعریف رو ارائه میدم. یعنی شما قائل به اسمت نیستید؟ از دو طرف تعریف ها رو میشنوم. شما قائل به اسمت نیستید؟ شما قائل به اسمت ائمه نیستید؟ نه من قائل به اینم که خدا در قرآن چک سفید نداد دست کسی. تو قرآن خدا از حواریون ما بالا ببینید، حواریون هم صحابه پیامبر اولوالعزمن. خدا داره میگه آقا اوحیت من الحواریون، من از طریق وحی از این بالاتر داریم، اما بهشون میگه آقا فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا، اگه پاتونو کج برین شما رو من 2 برابر عذاب میکنم. جهانبینی قرآن میگه تا لحظه مرگ با ثابت قدم باشی. خب من حرفم اینه، میگم مثلا ما سمارة ابن جندب رو داریم، خب تجارت مشروط داشت. خب نه ببین یک لحظه الان شما دارید موضوعات رو مطرح میکنید مثل یزدانی که دروغ‌هایی که در کتب تاریخ. یک لحظه من بهتون اجازه نمیدم که شما اینجا شبهه پراکنی بکنید، دروغ بگید دوست عزیز. یک لحظه در کجا بخاری اومده؟ یلا بسم الله بیان بکن، در کجا بخاری اومده؟ هم تو بخاری اومده. یک بگو روایتشو بگو بسم الله. همین الان جلوی من دوستان عزیز این الباحث الحدیثی جلوی من باز است، بفرمایید در کجا گفته؟ همینو مثلا بزنید به عربی بزنید. آقا تو بزن، من چرا بزنم؟ شما بگو در کجا گفته در بخاری و مسلم. شما بزنید مانیتور. دروغ میگی. حالا من شما دروغ میگی دوست عزیز، بعد دروغ میگی بعد من میگم میزنم. چشم بفرمایید. حدیث بله الان من میزنم. شما حدیث همین ان سمره با خمر را دیگه همینو منم دارم سرچ میکنم از زیدانی الیزدانی و صیغه، یعنی این بگه این بحث میشه دوست عزیز. روایت رو بخون. نه من میگم 100% زود باشید، 2 دقیقه داریم، 2 دقیقه به پایان برنامه در شبکه نور داره پخش میشه، ملتزم به وقت هستید لطفا. بخونید. خب من دارم میارم الان، یه لحظه اجازه بدین. زود باش. خب شما که الان مانیتور میتونید بکنید. با من دروغو چطور سرچ کنم دوست عزیز؟ استغفر الله. دارم میگم الان من به شما بگم که آقا شما در ایران یک استانی است به نام لس آنجلس، برای من پیداش بکن. مگه میشه؟ الان چشم پیدا بکن، زود باش. 1 دقیقه. 1580 هم 10 ثانیه دیگه اومد. خب ببینید اینجا نوشته حدیث مسلم بلغ عمر ان سمره باع خمر، به عمر خبر رسید که سمره باع یعنی بیع تجارت خمر میکنه. فقال قاتل الله سمره، خدا سمره رو بکشه. علم یعلم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لعن الله اليهود حرمت علیهم. خب بدم میخونم دیگه. خب یک لحظه الان بلغ عمر بن خطاب ان فلانا. یک لحظه هستن، رغم انف شما هستن. بلغ عمر بن خطاب ان فلانا. یک لحظه والله ندارم. الان دوستان عزیز نگاه بکنید. بلغ عمر بن الخطاب ان فلانا باع خمرا. این حدیث بخاری و مسلم، بخاری 22-23، مسلم 1582. بلغ عمر بن الخطاب ان فلان. سمره بن جندب کجا هست در این حدیث؟ کجا هست؟ دروغش اینجاست. ان سمره توی توضیحاتش هم اومده سمره نیست دوست عزیز، نیست. حالا اینجا بخاری و مسلم جلوی من هست. ان فلانا باع خمرا. شرح صحیح بخاری رو نه خوش شرح صحیح بخاری. دوست عزیز دروغ نگید، دروغ نگید. خدا رو گواه میگیرم دروغ دارید میگید، والله بالله دارید دروغ میگید دوست عزیز. بذاری من 10 ثانیه شما حرفتون رو بزنید. تموم شد دوست عزیز، تموم شد. دوستان عزیز به پایان برنامه رسید. در برنامه آینده، اول برنامه 4 شماره آخرتون 71-73 در برنامه آینده تماس میگیرید و این حدیث رو از بخاری و مسلم برای من میارید. چشم با شرحش میخونم براتون. حدیث رو میارید. پس شما میفهمید که من میگم که حتی اگر که شراب فروخته باشه، شراب خورده باشه، زنا کرده باشه، رضی الله عنهم و رضوا عنه. خدا گفته بابا جان، من که نمیگم.
شما اینکار فکر میکنی من دارم میگم رضی الله، خداوند میگه السابقون الاولون من المهاجرین والانصار بله فعلم ما فی قلوبهم، میگه از قلبهایشان آنچه در قلبهایشان بود آگاست و الله از اونها راضی است. دوست عزیز شما فرق بین ایمان یک لحظه شما دوست عزیز، دوست بزرگوار، شما فرق بین ایمان و بین گناه را نمی‌فهمید. لا حول ولا. شما برو اول این دروغی که گفتی در هفته آینده چیز بکن، ازش دفاع بکن، بعد از اون ان شاء الله صحبت می‌کنیم. اگر دروغ نبود چی؟ باش. اگر دروغ خدا نبود چی؟ حافظ. دوستان عزیز، آنچه که اینجا ایشون میگه که بلغ عمر ابن خطاب ان فلانا باع خمرا، به عمر ابن خطاب رسید که فلانی شراب فروخته، فقال قاتل الله فلانا، خدا رو بکشه. علم یعلم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال قاتل الله الیهود، خداوند یهود رو مگر نشنیده که الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که خداوند بکشه یهود را. حرمت علیهم الشحوم، بر آنها چربی های گوشت حرام شد. فجملوها فباعوها، جمع کردنش و فروختنش. ولو اینکه کرده باشه، شراب فروخته باشه، ولو اینکه شراب نوشیده باشه، ولو اینکه زنا کرده باشه. گفتم رضی الله عنهم و رضوا عن، اینو خدا گفته. عجب ملتی هستید شما به خدا، یعنی حرف به این واضحی و آشکاری رو نمیفهمید. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيل